درود فراوان دوستان و یاران عزیز من، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. امروز چیزی که من میخوام خدمت شما بگم دو بخش اصلی داره و تلاشم اینه که زمانی که در اختیار داریم که فکر میکنم حدود 90 دقیقه است، مثلا بین 80 90 دقیقه است، این رو یه جوری تقسیم کنم که مثلا یه بخشیش رو صحبت کنم و اون چارچوب بحث رو بچینم و بعد وارد گفتگو بشیم، با هم دیگه گپ بزنیم یه مقدار، چون گمانم اینه که اون پرسشایی که توی ذهن شماست احتمالاً درباره نظریه تکاملی اونا جذاب‌تره روش بحث کنیم و این ابهام ها و کشف‌فهمیایی که ازش دارم حرف میزنم رو ما خیلیامون داریم همینطوری بدون که متوجهش باشیم و توی زوایا توی لایه‌هایی خودشو نشون میده و اون لایه‌ها به نظرم جای کارگوشاش موقعی که وارد مکالمه بشیم. یعنی تلاشم اینه که حدود نصف این زمان رو بگم براتون و حدود نصفش رو به گفت و شنید بگذارونیم. خب ببینید، من الان موضوعی که ازش دارم صحبت میکنم موضوع رویکرد تکاملی است، یعنی مدافع نظریه تکاملی از چشمانداز نظریه سیستم های پیچیده. و اینم خدمتتون بگم که هم مفهوم پیچیدگی هم مفهوم سیستم مفاهیم پساداروینی هن. یعنی خود داروین 150 سال پیش 170 سال پیش موقعی که دستگاه نظری خودش رو تدوین میکرد و این آغازگاه مفهوم تکامل در اروپای مدرنه، باز اینم یه تأکید روش بکنیم، اون موقع مفاهیمی مثل سیستم، مثل پیچیدگی، مثل پویایی، دینامیسم سیستم ها، مثل مدل کردن ریاضی تحولات سیستم، اینا اصلا وجود نداشت در اون زمان و بنابراین آن موضعی که الان من دارم ازش حرف میزنم موضعی است متفاوت با آنچه که 150 سال پیش داروین احداث کرد. منتها الان امروز وقتی ما درباره تکامل حرف میزنیم موضع معمولا همینیه که من خدمت شما خواهم گفت، یعنی موضع اصطلاحاً هنجارین جریان اصلی اندیشه تکاملی است. آنچه من میخوام خدمت شما بگم دو تا لایه داره. یه لایه اینه که ما کجا اشتباه میفهمیم این بینش رو و این اشتباههای رایجیه، یعنی توی گفتمان مردم حتی توی گفتمان متخصصان گاهی وقتا این اشتباهها دیده میشه. این اشتباهها خطا گرفتن یه چیز با یه چیز دیگه است، تعمیم‌های نابجاست. من حالا ساختار منطقیش رو دیگه نمیخوام براتون بگم چون احتمالاً قبلا بحثش رو کردین، بنابراین اون زیربنای روش شناختیش رو بهش اشاره نمی‌کنم. اون گزاره هایی که از این بیرون میاد و اون خطاهای عملیاتی که رخ میده رو اونا تاکید میکنم. بنابراین یه لایه ما کشف‌فهمی داریم، یه لایه دیگری ابهام داریم. ابهام بدان معناست که بعضی از مفاهیم یه جوری تعریف میشه که همون حرفی که الان داشتن میگفتن، یعنی خیلی معلوم نیست موضوع چیه، انگار مهالود میشه، مفهومه کلیدواژه‌اش مشخصه و اگه دقت کنیم بهش توی علم هم معنی خیلی روشن شفافی میتونه بده، منتها مهالود میشه به دلیلی و ابهام بنابراین یه مقدار عمدیه خیلی وقتا و این تیکش مربوط میشه به جایی که مدارهای قدرت میان سوار نظامهای شناختی، سوار دستگاه‌های علمی میشن و یه کاری باهاشون دارن و این کار معمولاً منحرف کردن اون دستگاه نظری، مخدوش کردن روش شناسی علمی و خطا ایجاد کردن نظاممند توی نتایج یک چارچوب فکریه. پس دو تا چیزو من میخوام خدمت شما بگم خلاصش. یه سری کشف‌فهمیه که خب اشتباهه، یه سریش عمدیه، ابهامه، ابهام آفرینیه به تعبیری. اینا رو من برای اینکه خدمتتون بگم چون تعدادش زیاده و در این موردم کتاب و مقاله و اینا نسبتاً زیاد نوشته شده و خیلی اصلا پیشینه این خطاها رو، هر دوتاشو، هم خطاها و هم کشف‌فهمی‌ها رو، ابهام‌ها و کشف‌فهمی‌ها رو تا خود دوران داروین هم عقب میبرن و حتی تا خود داروین هم عقب میبرن که کتاباش بعضیاش منتشر شده. من تاکیدم رو الان میذارم روی مواردی که الان رایج‌تره توی ایران بیشتر. پس از این دریچه خاص دارم به موضوع نگاه میکنم، ولی همین قابل تعمیم به جاهای دیگه در سطح جهانی توی محافل علمی همه جا هست. ببینید، ما در مورد خود نظریه تکامل چند تا اشتباه رایج داریم. یکی از این اشتباه ها اینه که این جمله مشهور رو شنیدین دیگه. من یه بار این مکالمه رو بد نیست براتون بگم. دوستی داشتم فیزیکدان، خیلی فیزیکدان سرشناسی هم بود دورانی که دانشجو بودم.
و یه بار ما نشسته بودیم داشتیم گپ می‌زدیم با هم، بعد یه مقدار با حیرت برگشت به من گفت تو به نظریه تکامل اعتقاد داری؟ بعد منم ازش پرسیدم تو به گرانش، معادله گرانش اعتقاد داری؟ ببینید علم میدان اعتقاد نیست، میدان پذیرفتن یا رد گزاره‌های محک پذیره و ما به هیچ گزاره‌ای در علم اعتقاد به این معنی که بگیم قطعی اینجوریه نداریم، اون خارج میدان علمه و ویژگی علم اینه که همیشه مشکوکه همه گزاره‌هاش. بنابراین در مورد نظریه تکامل هم آیا ما اعتقاد داریم قطعاً اینطوری و نه؟ همچنان که در مورد هیچی توی علم قطعیت نداریم، ولی قاطعیت میشه داشت. یعنی شما میتونید بگید با توجه به داده هایی که الان ما داریم معادلات گرانش رو کره زمین هم معادله مثلا دوم نیوتونه، اینو قاطع میشه گفت. به همین ترتیب با همین قاطعیت میشه گفت که بینشی که به اسم بینش تکاملی داریم و ارکانش رو احتمالا شما میدونید ولی اشاره‌ای بهش خواهم کرد، قاطعانه میشه گفت که این دستگاه نظری درسته، قطعیت ولی نداره. یعنی فردا اگر یک شاهد جدیدی مبنی بر رد این پیدا بشه خب رد میشه، اگر نظریه بهتری پیدا بشه که بهتر توضیح بده موضوع رو این اتفاق میفته و این مدل کنونی رو رها میکنیم میریم اونو وامگیری میکنیم. بنابراین ابهام اول که وجود داره که یه مقدار اندیشمندانی مثل داکینز و اینا بهش دامن میزنن اینه که انگار ما با یه نظام اعتقادی طرفیم، یعنی مثلا میگیم نظریه تکامل انگار مثلا یه دین جدیده، یک کیش جدیده، یک منظومه جدیدی از قطعیت ها رو داریم ازش حرف میزنیم. خب اینطوری نیست. این یه نکته دوم این که نشون به اون نشونی که این نظریه تکاملی دلیل اینکه این گزاره اول درسته گزاره دومه که خب نظریه تکاملی که الان ما داریم با آنچه که اول کار تأسیس شد 170 سال پیش متفاوت اصولا. این رخ داده، این فرایندی که الان براتون گفتم، این فرایند شک مدام به گزاره ها، محک زدن پیوسته داده ها و نتیجه گیری های جدید، جایگزینی نظریه های جدید جای نظریه های قبلی رخ داده الان به مدت 1.5 قرن و بنابراین آنچه که ما امروز داریم آن چیزی نیست که داروین میگفت. این دومین خطاییه که خیلی وقت رخ میده. یعنی خیلی‌ها فکر میکنن میگیم نظریه تکامل یعنی همونی که داروین گفت. مثل اینه که مثلا من به شما بگم مکانیک همونی که نیوتن گفت. البته خب نظریه نیوتن درسته، مکانیک نیوتنی غلط نیست، ولی یه بخشی از دانش کنونی ما درباره فیزیک و مکانیک رو تشکیل میده. ما کوانتوم مکانیک خب نبوده دیگه و کوانتوم مکانیک دقیق‌تر، پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیزتری به دست میده و فیزیک نظری امروز ما کوانتوم مکانیکه. نظریه نیوتنی یه مشتق توی یه مقیاس مشخص کاربردیه، یه مقدار مهندسیشه. پس دومین نکته این که نظریه داروین که در قالب یه سری کتاب اسند آف من، نمیدونم این کتابای مشهوری که میشناسین، اصل انواع، یه مجموعه از کتاب‌ها تأسیس کرد نظریه تکاملی رو، منتها تحول پیدا کرده این و یکی از تحولاش حدود 1 قرن بعد داروینه. اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن ترکیب نو، نیوسنتزیس، که میانه قرن 20 کتاباش در اومد و مطرح شد و از درامیختن چند تا رشته متفاوت علمی از جمله رشته‌های علوم انسانی مقداری توش موثر بودن برآمد و ریاضیات رو وارد داستان کرد، آمار رو وارد داستان کرد، علوم یه مقداری ریزبینانه تر رو وارد داستان کرد مثل بیوشیمی و بعد بلافاصله بعد ژنتیک، چون دی ان ای در واقع همون حدودا وارد معادلات شد. توی این میدان بنابراین ما با تحول مداوم دستگاه نظریه تکاملی روبرو هستیم. بنابراین این تصور که دستگاه تکامل، بینش تکاملی یه نظریه است غلطه و اینکه همونی که داروین میگفتم غلطه و امروز هم خوانش‌های متفاوت از این نظریه داریم، هرچند یه مبانی مشترکی رو همه قبول دارن. اون مبانی مشترک رو الان وقتش براتون بگم. چند تا اصل ساده است. یکی این که نگرش تکاملی امروز سیستمیه. این دوتا کلمه که گفتم، سیستم و پیچیدگی، توش کلیدیه. همه این دوتا رو بنیادی میدونن. محتواش اینه که آن چیزی که ما میگیم تکامل پیدا میکنه سیستمه. حالا یه سری بدفهمی‌های دیگه الان اینجا میتونیم رفعش کنیم، بهش اشاره میکنم.
منتها آن چیزی که تحول پیدا میکنه بنابراین آدم یا موجود زنده لزوما نیست، سیستم در هر شکلی یه ویژگی هایی داشته باشه بهش میگیم سیستم تکاملی و تکامل پیدا میکنه. چه ویژگی‌هایی داشته باشه اون سیستم؟ 3 تا ویژگی هر سیستمی داشته باشه سیستم تکاملیه و توی این نظریه موضوع بحثه. ویژگی اول، هر سیستمی که اطلاعات درونی خودش رو تکثیر کنه، اطلاعات ساختاری خودش رو تکثیر کنه. یعنی به عبارت دیگه ببینید هر سیستمی از ماده انرژی اطلاعات ساخته شده دیگه، نه؟ و اطلاعات شیوه چیده شدن ماده انرژی توی سیستمه. به عبارت دیگه گذرگاه‌ها، مسیرهایی که توی یه سیستم ماده و انرژی طی می‌کنن توسط اطلاعات تعیین میشه. خب حالا اتفاقی که میفته اینه که بخشی از این اطلاعات ممکنه، لزوما اینطوری نیست ولی ممکنه خود ساختار سیستم رو رمزگذاری کنه. یعنی به عبارت دیگه علاوه بر این که شما یه سیستمی دارین ماده انرژی اطلاعات توشه و داره بازی میکنه، یه بخشی، یه کانونی از اطلاعات، تراکمی از اطلاعات توش وجود داره که این خود کل این ساختار رو داره تو خودش بازنمایی میکنه. به اون میگیم اطلاعات ژنتیکی. اطلاعات ژنتیکی یعنی اطلاعاتی که از کلمش برمیاد دیگه، جنسیس، زایش مجدد اون سیستم رو ممکن میکنن. خب بنابراین کلمه ژنتیک هم یادتون باشه که الان ما به محتوای دی ان ای یا آر ان ای مثلا سلولا یا باکتریا میگیم محتوای ژنتیکی دیگه. کلمه ژنتیک از حدود مثلا تا قبل جنگ جهانی پایان جنگ جهانی دوم معانی خیلی متفاوتی داشته. مثلا پسیکولوژی ژنتیک توی اصلا یه شاخه مهمی از روانشناسی ژنتیک بوده. ربطی به ژنتیک هم نداره. امروز ما با دی ان ای و اینو میفهمیم، اصلا ربطی به اون نداره. یعنی سری تحولی تقریبا میشه روانشناسی تکوینی بخوایم ترجمهش کنیم. پس بنابراین اگر اطلاعاتی توی اون سیستم وجود داشته باشه که ساختار رو کدگذاری کنه، اون اطلاعات میتونه همانندسازی کنه سیستم بر مبناش. پس اولین ویژگی سیستم تکاملی همانندسازیه. همانندسازی کلیدش وجود این هسته اطلاعاتیه. یعنی وقتی این هسته اطلاعاتی وجود داره شما ویژگی همانندسازی دارین و این هسته اطلاعاتی به ضرورت همانندسازی به وجود میاد. اصلا سیستما دلیلی نداره خودشون رمزگذاری کنن و نمیکنن. معمولا از یه حدی پیچیده‌تر وقتی شدن خواستن خودشون رو تکثیر کنن این کارو میکنن که بهش میگیم رپلیکاسیون یا همانندسازی. هر سیستمی که همانندسازی میکنه 2 تا ویژگی بعدی خود به خود بعدش میاد. شرط اول سیستم تکاملی همانندسازیه. شرط دومش این که وقتی داره همانندسازی میکنه، یعنی داره بر مبنای این هسته اطلاعات کپی خودشو میسازه، خطا کنه. حتما هم خطا میکنه. یعنی شرط دوم خود به خود برآورده میشه، ولی یه ویژگی مهمه. شرط دوم اصطلاحاً بهش میگن موتاسیون یا جهش دیگه. پس همانندساز باشه، سیستمی که همانندساز، سیستمی که جهش کنه که لزوما خواهد کرد اگه همانندساز باشه. ویژگی سوم هم خود به خود میاد. ویژگی سوم اینه که نسخه های متفاوتی که از این همانندسازی به وجود میان که بعضی‌ها جهش دارن، بنابراین تنوعی درش وجود داره، بخت مشابهی برای همانندسازی نداشته باشن. یعنی شما الان یه دونه سلول مثلا دارید یا هر چیز دیگری، هر سیستم همانندسازی دارین، این از رو خودش 100 تا کپی میکنه، تو اون 100 تا 5 تاش خطا دارن، توی اون 5 تا که متفاوتن و اون 95 تا که عین همن، عین اون اولیان، اینا بختای متفاوتی برای همانندسازی بعدی دارن. بنابراین شما 100 نسل برین جلو، بعضی از اینا منقرض شدن، بعضیاشون موندن اگه شرایط تغییر نکنه. خب پس بنابراین 3 تا ویژگی، همانندسازی، جهش و انتخاب طبیعی، این سومی، این 3 تا ویژگی رو هر سیستمی داشته باشه بهش میگیم سیستم تکاملی. حالا کلمه پیچیدگی از کجا میاد؟ هر سیستمی که این 3 تا رو داشته باشه اگر شرایط پایدار باشه پیچیده تر میشه. چرا؟ چون دست کم با خودش رقابت میکنه. یعنی نسخه های مختلف در یک لایه پیچیدگی دست کم تو خودشون سر منابع رقابت میکنن. حالا معمولا شرایط محیطی تغییر میکنه و معمولا در جهت رقابت اینا با سیستم‌های پیچیده تره. بنابراین پیچیدگی با سرعت بیشتری از شرایط پایدار رشد میکنه. به عبارت دیگه الان که داریم از تکامل حرف میزنیم در مورد سیستم‌های همانندساز جهش پذیر مدیون انتخاب طبیعی حرف میزنیم که
در گذر زمان پیچیدگیشون میتونه افزایش پیدا کنه. افزایش پیچیدگی یک مسئله خیلی بزرگه. در دوران داروین ظهور حیات و ظهور انسان مسئله اصلی بود. الان مسئله اصلی افزایش پیچیدگیه که ظهور حیات و ظهور انسان و همه ظهورات دیگر از تو این بیرون میاد. یعنی با همین نگرش تکاملی شما در مورد شکلگیری کیهان، شکلگیری منظومه ها، شکلگیری سیارات، شکلگیری مولکول ها، ماکرومولکول ها، در مورد تحول جوامع، در مورد دگرگونی های زبان شناختی، در مورد تاریخ سیاست، در مورد همه اینا میتونید پرسش طرح کنید، چون همه اینا سیستمایی هستن که این سه تا ویژگی رو دارن. پس بنابراین حالا این مقدمه رو ببندیم. این نگاه ما الان توی تکامله. سه تا خطای دیگه با این مقدمه که گفتم رفع میشه. یه خطا این که تکامل مربوط به موجودات زنده است. نه، نیست. تکامل در مورد چیزهای دیگه، هر سیستمی این سه تا ویژگی رو داشته باشه تکاملیه. یه دستگاه نظری من دارم، شاید بعضیاتون خونده باشین، دستگاه نظری زوروان اسمش. و توی این دستگاه نظری زوروان بحث بر این است که ما دست کم تو شرایطی که الان میشناسیم روی زمین، ما 4 تا سیستم تکاملی داریم و یک لایه از اینا زیستیه. یعنی ما یه سری بدن زنده داریم که همون لایه زیست شناختیه که داروین میگفت و تو زیست شناسی تکاملی میخونیم. نظام شخصیتی هم سیستم تکاملیه. یعنی به عبارت دیگه نرم افزاری که شبکه عصبی تولید میکنه و راه میبره کردار جانور رو. جانورانی که دستگاه عصبی پیچیده دارن البته. و لایه جامعه شناختی هم داریم و اونم سیستم تکاملی. یعنی نهادها، هر نهادی، خاندانها، قبایل، شرکتها، دولتها، تمدنها، اینا سیستم‌های تکاملی هستن که همه اون سه تا ویژگی رو دارن. خودشونو تکثیر میکنن، انتخاب طبیعی روشون عمل میکنه، جهش پیدا میکنن. و نکته جالب اینه که عناصر فرهنگی هم این چنینن. یعنی تو این دستگاه نظری منش‌ها، روایت‌ها، قصه‌ها، اسطوره‌ها، زبان‌ها، ادیان، اینا هم سیستم‌های تکاملی هستند و اینا هم به همون ترتیب بر سر منابع با هم دیگه رقابت میکنن، جهش پیدا میکنن، تکثیر میشن، تحول پیدا میکنن و تو شرایط پایدار پیچیدگیشون افزون میشه. این خطای اوله که بعضیا فکر میکنن از تکامل حرف میزنیم منظورمون لزوما بدن موجودات زنده است یا گونه هاست. فقط این نیست. یه خطای دیگه که باز اینجا ممکنه به وجود بیاد اینه که بعضیا فکر میکنن تکامل کامل شدنه. یعنی چی؟ یعنی تکامل لزوما یعنی پیچیدگی زیاد شه، به زبون امروزمون اگه صحبت کنیم. به همین خاطر بعضیا میگن نه، کلمه تکامل کلمه خوبی نیست و خیلی بحثایی وجود داره در این مورد که فرگشت خوبه، دگرگشت خوبه، چه کلمه‌ای به کار ببریم. راستش بخوام به نظر من کلمه یه مقدار دعوا کردن سرش بی‌مورده. یعنی هر کلمه‌ای اون دلالتمون رو داره میده به کار میبریم دیگه. خیلی از کلمات یه دلالتای دیگری دارن. یعنی مثلا چه می‌دونم، مثلا ما خیلی کلمه داریم. دیروز ما یه بحثی داشتیم می‌کردیم مثلا چون سیب گلاب مثلا یا لیمو شیرین، اینا پارادوکسه دیگه. نه لیمو که بحثیه که دیروز دوست عزیزی تو برنامه تدکس داشت میگفت، از اون دارم نقل میکنم و مثالای خیلی خوبی بود که ما استعاره هایی که داریم خیلی هاش ضد و نقیضه، خیلی هاش پارادوکسه. مهم نیست، وقتی داره ارجاع میده، دلالت روشن داره کافیه. کلمه تکامل هم به همین خاطر چون جا افتاده تو فارسی به کار میبرمش من و به نظرم مشکل نداره. جایگزین اگه بخواین فارسی حالا سره براش بذارین فرگشته. نه، اسم کتاب خودم هم فرگشت انسانه. رو کانالم هم در دسترس. این کتاب درسیه که دانشگاه مدتی من همین تکامل درس میدادم، اون کتاب درسیم اون بود و کلمه فرگشت مثلا اونجا به کار بردیم. منتها این خیلی مهم نیست، چون حالش میدونم تو زبونای فرنگی اولوسیون میگن بهش دیگه. اولوره، اکسولوره تو لاتین، اکس یعنی به بیرون، ولوره یعنی یه چیزی تا خورده. اکسولوره یعنی مثلا قالی رو شما تا میزنین تو لاتین میپیچین، یه توما رو میپیچین، یه قالی رو میپیچین، اینو بهش میگن ولوره. اکس ولوره یعنی وا کردن این. و مثلا واگشودگی مثلا بخواید ترجمهش کنین میشه اِوولوشن به معنی چیز. اونم کلمه خوبیه به نظرم. باز خیلی‌ها میگن نه چیزی واگشوده نمیشه، چیزی نیست از اول واگشوده بشه، نوپدیده. و این بحثایی که در مورد فنومن، اپیفنومن، اینجور چیزا داریم که به نظرم اینا خیلی‌هاش وسواس بیخودیه. یعنی ما اون پدیده رو اگه میتونیم توصیف کنیم کلمه‌اش خوبه. پس یه خطای جزئی این کنار وجود داره، دعوا بر سر کلمات.
که نه فرگشت نیست، دگرگشته، نه تکامل رو نگیم بگیم فلان، هر چی دلتون میخواد بگین، معنی رو ولی حواسمون باشه تعریف دقیق روشنی بهش منسوب کنیم. این دومین خطا بود. و سومین خطا، یه خطای دیگری وجود، نه دیگه سه تا رو گفتم. یکی این بود که تکامل فقط به موجود زنده برنمیگرده، دو اینکه لزوما پیچیدگی رو زیاد نمیکنه، سه اینکه در مورد کلمش انقدر بنابراین دعوا نکنیم. منظورمون اینه. اینایی که تا اینجای کار گفتم دوستان، اینها کشف فهمیه. یعنی ما دستگاه تکاملی رو ممکنه درست نفهمیم موضوع چیه، این خطاها رو ممکنه توش مرتکب بشیم. منتها یه چیز دیگری داریم در کنار این که این تیکه کشف فهمی خب قابل اصلاحه، یعنی یه خطایی یه جایی رخ داده، یه داده ای نادیده انگاشته شده، یه تعریفی مبهم تعریف شده، یه نظریه‌ای درست درک نشده، کشف فهمی درست کرده. منتها ما یه چیز دیگری داریم در کنارش، اونم این که نظریه تکامل ممکنه ابهام آفرینی توش بشه، یعنی عمدن یه خطاهایی توش رخ بده. این خطا تفاوتش با خطای قبلی اینه که دوستان یادتون باشه کشف فهمی معصومه، کشف فهمی مشکلی نداره و کشف فهمی معمولا زاینده است، یعنی امکانات جدید معنایی به دست میده. کشف فهمی یه ویژگی مهمی که داره اینه که ساختار نداره. یعنی شما اگه دستگاه نظری دارین، کشف فهمی های آن دستگاه نظری پراکنده و واگرا و خوشه و پخش و پلاس دورش. اگر شما این نظریه‌ای دارین، یه چیز شبیه نظریه کنارشه که از خطاهای درون این نظریه اصلی بر اومده، این دیگه کشف فهمی نیست، این تحریفه. یعنی شما این نظریه‌ای دارین، یه نظریه دیگه از روش درست کردین که میدونین غلطه یا معلومه غلطه. اگه دقت کنین در مورد نظریه تکاملی از این نظریات مشتق غلط هم داریم تا دلتون بخواد. و الان این بخش دوم سخنم میخوام یه مروری رو اینا بکنم. خطاهای رده اول رو کیا مرتکب میشن؟ در درجه اول عوام، یعنی مردم عادی حرف تکامل میشنون، یه همچین فکر میکنن، مثلا فکر میکنن یه چیز داره کامل میشه، مثلا فکر میکنن یه چیز فقط موجود زنده است بحثمون، مثلا فکر میکنن کلمات خیلی مهمه، بیایم رو کلمات، مثلا کلمات افتخار آفرینن، مثلا اگه بگیم مثلا چه میدونم یه کلمه دیگه بگیم شیک داره. منتها اینا توده مردم اینو میگن، مشکلی هم نداره، با یه خورده بحث هم رفت میشه. یه موقعیه که شما میبینید یه سازمانی داره یه دفعه یه چیزی میگه، یه دفعه میبینید یه مثلا جریان اجتماعی به وجود میاد پشت یه حرف این شکلی، این دیگه خطا نیست، این پراکنده و این دیگه معصوم نیست، اینطوری این گناهکاره. خب و اینا رو لازمه ما روش پافشاری کنیم. من با اینکه خب کارم نظریه تکامل بخش اوله و کشف فهمی ها رو وظیفه ماست به عنوان معلم که آموزش بدیم، منتها این بخش دوم به نظرم فاش کردنش ضرورت بیشتری داره و مهمتره، یعنی این دومی خطرناکه، اینطوری بگم. خطراتش کجاست؟ چند تا مغالطه سازمانی یافته اینجا رخ میده که نظریه تکاملی رو به یک ابزار ایدئولوژیک تبدیل میکنه، به یک وسیله‌ای برای متراکم کردن مدارهای قدرت، به یک ابزاری برای سازماندهی احزاب، جنبش‌های اجتماعی، فرقه ها، اینجور چیزا تبدیل میکنه. یکیش که قدیمی، خیلی اولین نسخه مشتق از نظریه تکاملیه و تقریبا تو دوران خود داروین مطرح شد و شکل گرفت، خطایی است که ابهامی است میان تکامل یافته تکامل نایافته که امروز با یه ضریبی میشه گفت پیچیده ساده یکی گرفتن این با خیر و شر، یعنی اخلاقی فرض کردن تکامل. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که مثلا من بگم که آها آدم از شامپانزه تکامل یافته تره، پس بنابراین آدم از، چرا؟ چون آدم از شامپانزه پیچیده تره، پس آدم از شامپانزه بهتره. پس اگه توی جنگلی یه گله شامپانزه هستن، یه قبیله شامپانزه هستن، مثلا 1000 تا 500 تا شامپانزه دارین، یه قبیله هم آدم هن، هومو ساپینس هن، 500 تا هم آدم دارین. این آدم ها گشنشونه، جمعیتشون زیاد شده، فشار اکولوژیک دارن میارن به محیطشون، میخوان کشتزارهاشون رو گسترش بدن. چیکار میکنن؟ میرن میزنن
جنگلا رو میبرن، مزرعه درست میکنن، اون 500 تا شامپانزه هم وسط میمیرن. متعب نداره، اینا پیچیده ترن، تکامل یافته ترن، اینا بهترن از اونا. یعنی به عبارت دیگه سلسله مراتب پیچیدگی تو تکامل رو با خیر و شر یکی میگیرن بعضیا، و اینو توی مکالمه خیلی ها میبینید. لایه های متفاوت داره این خطا و همه لایه هاش خطرناکه. من بعضی از لایه هاش رو بگم. یه لایه اینه که فرض میشه که یه چیزی تو تکامل جلوتر از یه چیز دیگه است که نیست. یعنی چی؟ یعنی بنده و شما که هومو ساپینسیم همینطوری اجدادمون رو بگیریم بریم عقب، عمر اجدادمون چقدر رو کره زمین؟ نه بری عقب همینطور حدود 3.7 میلیارد سال پیش جد ما به وجود اومد. اون اولین جدمون که البته خیلی جد چیزی بود، خیلی جد فروتن و خاکساری بود، در این حد جدمون بود که تونست یه قشا دور خودش بکشه و یه مولکول احتمالاً شبیه mRNA الان بود که خودش رو تکثیر میکرد و میتونه جهش پیدا کنه و پیچیده شه و این حرف. و اون نقطه اولیه مثلا 7.8 میلیارد سال پیش، خیلی قدیمه. اون موقعی که اون به وجود اومد تا الان اینقدر زمان گذشته. یعنی بنده و شما سرافرازیم که دی ان ای مون، ماده وراثتیمون، اون اطلاعاتی که گفتیم برای این مدت طولانی هرگز از بستر زنده خارج نشده. ما همینطوری دی ان ای مون همینطوری توی سلول زنده بوده اون موقع به بعد. منتها این باکتریایی که الان اینجا روی این اشیا هستن، این تک سلولیای توی پای گلدونا، پارامسی مثلا احتمالاً الان تو گلدوناتون حتما بود، این بندپایانی که الان اینجا فراوان ریختن و رو پوست ما هم دارن زندگی میکنن و قیافه هاشون هم شبیه این فیلم علمی تخیلیه، اینا هم همونقدر عمر دارن. ما از اینا تکامل یافته تر نیستیم، ما شاخه موازی با اینا هستیم. یعنی به عبارت دیگه شما ته یه خط 2 ماراتون وایسادی، بعد آدما که از اونجا رد میشن میگی واه چقدر با شکوه آدم، ببینید چه آدمی چجوری داره میدوه، چقدر عالی. حالا چرا اینجوری داری میگی؟ چون خودت آدمی و اون خطی که وایسادی خود با ذره بین نگاه کنی میبینی یه سری حشرم دارن اونجا رد میشن، یه سری فیل هم دارن رد میشن، نهنگم رد میشن، کپک هم رد میشن، این همه موجود زنده دارین و اینا همه همونقدر عمر دارن، عمرشون با شما موازیه، همه مسیر تکامل خودشون رو طی کردن. به عبارت دیگه هر کی الان زنده است موفق بوده در زنده موندن. این که فکر کنید ماها موفق تر بودیم، بیشتر زنده موندیم، بهتر زنده موندیم، ما خیر اخلاقی داریم که اینقدر زنده موندیم، غلطه. این نکته اول. به عبارت دیگه هر کی الان زنده است به لحاظ تکاملی توی دامن موفقه. نکته دوم این که اصلا تکامل لزوما به پیچیدگی بیشتر منتهی نمیشه، چون بعضیا پیچیده و ساده رو معادل خیر و شر میگیرن. مثلا میگن شامپانزه مغزش کوچیک‌تر از ماست، رفتارش ساده‌تر از ماست. حالا کاری نداریم که اون شامپانزه با همین متغیرایی که الان گفتیم یه چیزایش هم پیچیده‌تره. مثلا یه ژنی دارن نخستی‌ها که این ژن توی انسان یه جهشی پیدا کرده، مهار شده و ما میدونید نرا از مادگان یعنی آقایون از خانوما حجم عضلانیشون بیشتره به دلیل تستوسترون، منتها حجم عضلانی ما آقایون که خیلی هم ممکنه قره باشیم بهش اصلا قابل مقایسه با شامپانزه نیست یا گوریل نیست. چرا؟ چون اون جهش رو نکردن و اون جهش حجم عضلانی رو بالا میبره. مال ما مهار شده. چرا مهار شده؟ چون عضله گرونه، یعنی حجم زیادی شما غذا باید گوارش کنید براش. اون وقتی مهار میشه لوله گوارشت میتونه کوچیک شه و لوله گوارشت که کوچیک میشه مغزت میتونه بزرگ شه. یعنی ما تقریبا همون مقداری که لوله گوارشمون کوچیک شده مغزمون بزرگ شد. خب و دوتای اینا مغز و لوله گوارش پرهزینه است توی تکامل و با هم رقابت میکنه و خیلی جاهای دیگه با مزه داریم که یه چیزی با یه چیز دیگه داره رقابت میکنه و این رقابت به این معنی نیست که یکیش خیره یکیش شره. توی اجداد یه مقدار دور ما، شما مثلا 4 میلیون سال پیش برگردین عقب، ما یه سری از اجدادمون در واقع استرالوپیتسینه ها بودن، یعنی میمون های جنوبی بودن، یه گروهی هومینیده ها بودن، یعنی نقطه شروع اجداد مستقیما. اینایی که مثلا استرالوپیتکوس روبوستوس، مثلا میمون جنوبی تنومند،
اینا مغزشون کوچیک بود، چهرهشون درشت و عضلانی بود و اینا دانه خیلی میخوردن، فک قوی محکم داشتن، دندونای بزرگ داشتن، عضلات جونده نیرومند داشتن، تیغه وسط پیشانی داشتن، تیغه استخوانی شبیه گوریل که این مال جویدن زیاده. حالا گوریل علف و اینا برگ میخوره، اینا دانه بیشتر میخورد. اون مسیر رو شما همینطوری نگاه میکنید به نظرتون میاد که این چه مسیریه، اینا یه مشت احمق دانه‌خواره با مغز کوچیک دهن گنده، اینا چقدر خنگن، اینا چقدر پستن، اینا چقدر شرن. این طرف اجداد سرفراز هومینیده رو نگاه کنید، ما لاغرتر شدیم، کوچیکتر شدیم، این تیغمون از بین رفته، صورتمون کوچولو شده، چروکیده شده، کمتر میجویم. چرا؟ چون گوش میخوریم و بعد آتیش به درست میکنیم، یه بخشی از گوارشمون رو اصلا برون سپاری میکنیم تو آتیش و همینطوری ادامه میدیم داستان رو. نه کمپوت درست میکنیم دیگه، حتی میورم برمیداریم باز اونم میپزیم. و بنابراین اتفاقی که میفته اینه که چهرهمون کوچیک میشه، کاسه سرمون میتونه بزرگ شه. یک رقابت جالب دیگه بین استخوان‌های چهره است و استخوان‌های کاسه سر، نوروکرانیوم مثلا بهش میگن و ویسروکرانیوم، یعنی جمجمه احشایی یا جمجمه عصبی. جمجمه احشایی اینا دو تا چیز متفاوتن، ما کلمون انقدر بهش عادت کردیم حواسمون نیست. دو تا چیزه، تو دوره جنینی هم نگاه کنین، تو مهره داران هم نگاه کنین، اینا دو تا خوش استخوانن. یه گروه مربوط به گوارشن که دهان و دندان و دستای چشایی و بویایی و اینا رو در بر میگیرن. یک کاسم دارید که دستگاه عصبی رو حفاظت میکنه، مثلا تو کوسه جداست اینا، تو اجدادمون بخواید نگاه کنین، ماهیا مثلا. بعد اینا با هم دیگه چفت شده و با هم رقابت میکنه. یعنی شما اگه بخواد کاسه سرت بزرگ شه، چهرهت باید کوچیک شه، بخواد چهرهت کوچیک شه باید بتونی گوشت مثلا بخوری، مدل غذا فرق میکنه. ولی به این معنی نیست که 4 میلیون سال پیش برگردین استرالوپیتسیناها از هومینیدا، اجداد دانه‌خوار ما و اجداد مثلا گوشتخوار ما، اینا از اونا پستر بودن، اونا از اینا خیرتر بود، اصلا چه معنی نمیده. اینا دو تا مسیر تکاملی موازی بودن، یکی باقی موند، یکی منقرض شد. چون شرایط اینطوری بود، چون شرایط تعیین میکنه، انتخاب طبیعی دیگه تعیین میکنه که کدوم موفق باشه کدوم نباشه. و نکته دیگه، پس بنابراین موازی همه. و نکته دیگه که از این بیرون میاد این که شرایط بیرونی دوستان، انتخاب طبیعی کوره، شرایط بیرونیش ترجیح خاصی نداره. اینطوری نیست شما فکر کنید شرایط بیرونی ما رو هل داده برای اینکه پیچیده تر بشیم. اینایی که دارم بهتون میگم فرقه ها ازش بیرون اومده، جریان های اجتماعی ازش بیرون اومده. یکی دو تاشو اسم ببرم براتون. مثلا یه جریانی به نام نژاد پرستی در اروپا شکل گرفت. نژاد پرستی راسیسم یعنی باور به این که آدم زیرگونه داره، یا اولش که میگفتن گونه داره. یعنی شما آخر قرن 19 همون دوره بعد داروین کتابای انسان شناسی رو بخونید، یه درخت تکاملی کشیدن، اینجا اورانگوتان شامپانزه است، نمیدونم گوریل سیاه پوست اروپایی، دو تا گونن اصلا اینا. و بعد خب بدیهیه دیگه، اروپایی‌ها یه گونن رفتن آفریقا دارن سیاه پوستا رو میکشن، زمیناشون رو میگیرن. عیبی نداره، اینا پیچیده ترن، اینا تکاملی یافته ترن، اینا خیرن. اونا مثل استرالوپیتسیناهای احمقی که نمیدونم دانه میخوردن و پستن و شرن و اینجوری دیده میشدن. و خب خطرناک همچین تصوری دیگه. حالا کاری ندارم، یه آدم کم سواد همون ورشتن آوردن تو ایران. مثلا تو ایران یکی در مورد مثلا مفهوم نژاد یعنی جمعیت توی فارسی بحث میکنه، اینو با نژاد پرستی که مفهوم مدرن اروپایی به این معنی، اینا رو با هم دیگه قاطی میکنن. کاری به این موضوع نداریم. یعنی مثلا موقعی که فردوسی میگه از این مارخوار اهرمن چهرگان، زدانایی و شرم بی بهرگان، نه نام و نه تخت و نه ننگ و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. که آشناس برای شما کیا رو داره میگه. موقعی که شما این رو نگاه میکنید، کلمه نژاد یعنی جمعیت، گروه خاندانی. و خب بدیهیه که نژاد یعنی گروه خاندانی داریم، مثلا ربطی به این بحثا نداره این. و بنابراین شما وقتی میگی مثلا نژادهای ایرانی مثلا فلانن، اصلا ربطی به نژاد پرستی نداره. نژاد پرستی پیش‌فرضش اینه که شما گروه‌های زیرگونه یا گونه انسانی دارید که خب ندارید. کل هومو ساپینس ها یه زیرگونن، ما هممون هومو ساپینس ساپینسیم.
یعنی زیرگونه‌مون هم یکیه، همه ما سیاه‌پوست، زردپوست، هر چی باشیم یکی. پس بنابراین این مغالطات مثلا تو فارسی الان تو ایران الان دیدین دیگه، تو همین متون فارسی شما می‌بینید مثلا هی به هم دیگه میگن نژاد پرست که خب بی ربطه، کلا کلمه توی فارسی هستن. اون طرف میگن ریسیست که اونجا معنی داره، خیلی جا غلط غلوط داره به کار میره، خیلی از چیزا این جمله رو داره دفاع میکنه ازش، نمیگه ریسیست ولی ریسیسته اون طرف آب. و این زیرگونه ساختن برای انسان میتونه تعمیم پیدا کنه. دو تا مثالش رو من براتون بزنم. شما میدونید در ابتدای قرن 20 در آمریکا نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع شد. مثلا دهه 20 دهه 30 توی میلادی توی 1920 1930 تو آمریکا مثل ایران بود ولی عملیاتی بود. تو ایران ممنوعه ولی خب همه کارشون میکنن، اونجا عملیاتی بود و اجرا میشد. ممنوعیت مشروبات الکلی. چرا فکر کردیم این قضیه؟ حالا مسلمانان حرامه براشون مشروب خوردن، مسیحی‌ها که حرام نیست. چی شد یه دفعه همچین قانونی گذاشتن؟ بر ضد نژادهای پست اسلاو بود. دهه 20 دهه 30 یه دفعه یه موجی جمعیت از لهستان و روسیه و اینا مهاجرت کردن به آمریکا. چرا؟ چون اونجا جریان کمونیسم راه افتاد و مردم در به در شدن و یه موج بزرگ جمعیتی اینا اومدن به سمت جنگ جهانی اول شد، اینا اومدن مهاجرت کردن به آمریکا. اینا زیاد مشروب می‌خوردن، الکل زیاد می‌خوردن. اونا برای اینکه مرزبندی کنن و نژاد والای آنگلو ساکسون رو از نژاد پست اسلاو که اینا عرق میخورن ولی ما مشروب فرانسوی میخوریم اینا رو تفکیک کنن، خوردن مشروب الکلی رو ممنوع کردن. خب شما متناشون بخونید خیلی جالبه، چون اسلاوا رو و آنگلو ساکسونا رو دوتا نژاد میبینن، نژاد به معنی زیرگونه دارن میبینن و بعد میگن اینا اصلا متابولیسمشون الکل لازم داره، حالا مثلا چون سردسیری زندگی میکنن و اینا و ما نداریم، پس ما ممنوع میکنیم که اینا با این نژادشون نژاد ما رو دارن آمیخته میکنن، خراب میکنن، جوانای ما الکلی میشن، در حالی که متابولیسم ما متابولیسم مثلا جزیره انگلستانه و حرفای این شکلی میشنیدیم. و بنابراین جریان سیاسی مدرن رو با درک این باید تحلیل کرد، چون این پشتش بوده. یه خطای دیگر، یه خطای دیگر باز دوباره الان میبینید از همین نقطه که گفتم بیرون میاد. شما مثلا بحث اینتلیجنت دیزاین رو همتون شنیدین، نه؟ طراحی هوشمند. اینتلیجنت دیزاین چی میگه؟ میگه این گزاره دومی که گفتم رو قبول نداره. یعنی میگه ببین خیلی خوب قبوله، خب دیگه نمیشه زیر زد دیگه، اینقدر شاهد داریم که تکاملو نمیشه زیر زد. خیلی خوب قبوله، آره جایش انتخاب طبیعی اینا همه قبول، ولی انتخاب طبیعی جهت داره. چی شد که چشم به وجود اومد؟ این انتخاب طبیعی هوشمندانه هی اومد چشما رو پیچیده تر کرد تا شد چشم ما. چی شد آدم به وجود اومد؟ هی انتخاب طبیعی میمونا رو گرفت تراشید و هی صیقل داد و هی خوشگلترشون کرد تا شدیم ما. خب یعنی انتخاب طبیعی جهت داره. دوستان انتخاب طبیعی جهت دار نیست. انتخاب طبیعی در همون جهتی که ماها رو تولید میکنه، یعنی پیچیدگی تولید میکنه، توی لایه‌های دیگری کک تولید میکنه. توی لایه دیگه، توی لایه ماهی‌ها تحول پیدا میکنن، پیچیده‌تر میشن، مغزشون گنده‌تر میشه، از آب میان بیرون میشن دوزیستان. توی همون موازی با همونا یه گروه از ماهی‌ها میرن تو غار، میرن تو اعماق پایین دریا، اصلا چششون از دست میدن، نواحی مربوط به پردازش بینایی مغزشون اصلا تعطیل میشه، کوچیک میشه مغزشون، ساده میشن، رنگیزهاشون از بین میره. خب پس بنابراین اینا موازی با هم دیگه داره رخ میده. یه گروه انگل میشن و انگل بسیار سادن و انگل شدن یک راهبرد موفق تکاملیه، دست کم در کوتاه مدت، حتی در جوامع انسانی. خب حالا بنابراین چیزی که ما باش روبرو هستیم، این توجه به اینا مهمه. چون مثلا اینتلیجنت دیزاین پیش‌فرضش اینه که ببین یکی نشسته این مسیر انتخاب طبیعی رو هل داده، یعنی گفته آها حالا آتیش داشته باشین. خب خیلی آتیش نداشتن دیگه، منقرض شده. خیلی آتیش نداشتن، منقرض هم نشدن، هستن، بهشون میگن شامپانزه. و شامپانزه خیلی شبیه آدمن. شامپانزه میدونی بالای 99% ژنومشون با ما یکیه و این بیشتر از فاصله دو تا جمعیت
دو تا جمعیت مثلا مارموزت، دو تا جمعیت میمونای جهان جدیده. خب یعنی شما مثلا توی خیلی از جمعیت‌های میمونا دو تا جمعیت مال یه گونه‌ن، مثلا می‌بینید 2.5% ژنومشون با هم دیگه فرق داره، 1.5% ژنومشون فرق داره. مال آدم و شامپانزه بود 0.5%، 6% عددهای اینجوریه. حتی یه عده معتقدن آدم و شامپانزه، چون شامپانزه هم دو گونه است دیگه، بونوبو و شامپانزه معمولی، اینا همگونن. حتی کتاب جری دایموند رو شاید خونده باشین، The Rise and Fall of Third Chimpanzee، ظهور و سقوط شامپانزه سوم، از روی ظهور و سقوط رایش سوم نوشته. خب و شامپانزه سوم آدمو داره میگه، یعنی تاریخ تکاملی گونه آدمه. و اولش، فصل اولش اومده بحثش اینه که خب آدم و شامپانزه یکی ان دیگه، رفتارشون هم یکی، ژنومشون هم یکی، ساخت اجتماعیشون هم شبیه همه. آدما چند تا جهش کردن که مثلا زبان طبیعی پیدا کردن، که مثلا لوله گوارششون کوچیک شده، مغزشون بزرگتر شده و شده این آدمی که دارین میبینید. این خطاهای این شکلی که الان براتون گفتم، اینجا من متوقف بشم و اون چون زمانی که نیمه زمانی که میخواستم صحبت کنم اینجا تموم میشه، اینجا متوقف بشم، یه جمع‌بندی کنم، بعد با هم دیگه گپ بزنیم اگه موافقید. چیزی که تا اینجای کار دوستان من براتون گفتم اینه که دستگاه نظریه تکاملی شالوده نگرش علمی امروزه. شما شیمیدان باشی، فیزیکدان باشی، زمین شناس باشی، اخترشناس، کیهان اخترشناس باشی، فیزیک اخترشناس باشی، در نهایت دستگاه نظری که باهاش باید بفهمی دنیا رو، دستگاه تکاملی، دیدگاه تکاملی. دیدگاه تکاملی غیر قابل چشم پوشیه. دیدگاه تکاملی مثل فیزیک مدرن یکی از بخشای خیلی محکم علمه. هیچ قطعیت نداره تو علما، ولی قاطعیم در این مورد، یعنی خیلی فاصله داره با نظریه‌های رقیبش. خب و از اون دستگاه‌های نظریه که میان رشته‌ای علم، شاخه‌های مختلف علم رو به هم شفت میکنه. بنابراین تو میتونی یک تصویر منسجم یگانه در مورد جهان به دست بدی بر مبنای یک رویکرد علمی عینی. این دستگاه نظری یه جاهایی در یک حاله‌ای در اطرافش خطاهایی داره رخ میده که اینا رو باید مشاهده کرد، توجه کرد بهش، رفع کرد و معمولا وقتی فاش میشه رفع میشه، مشکل نداره. در کنار شما یه سری دستگاه نظری دارید، شما مثلا طراحی هوشمند دارید، شما نژاد پرستی دارید، شما دیدگاه‌های خیلی متنوع دیگه هم دارید که اینا معتقدن که آره نظریه تکامل درسته، این خوانش خاصی که من ازش میگم نتیجهشه و این خوانش سیاسیه یا خوانش دینیه. یکی دو تا نکته جالب دیگه هم هست که من فکر میکنم تو سوال و جوابامون بیرون بیاد. بنابراین اجازه بدیم به زمان وفادار بمونیم، منم اینجا قطع کنم و بریم سوال جواب کنیم با هم. خوبه؟ بله بفرمایید. رویکرد تکاملی که از زیست شناسی برآمده و اندیشمندان مختلف این رو خودش تکامل دادن و به قسمت‌های دیگه بردنش، آیا این محدودیت‌هایی هم داره در حوزه‌های دیگه یا حتی خود زیست شناسی که حالا مثلا همین فیزیک نیوتنی که نام بردید یه جاهای محدودیت خورد و خب مجبور شدن یه کارهای دیگه بکنن مثلا بتونن، آیا این رویکرد تکاملی مخصوصا توی حوزه‌های دیگه وقتی وارد میشه با چه محدودیتایی ممکنه روبرو بشه؟ ببین آره این حرف درستیه، به خصوص توی فیزیک چیزی که ما داریم اینه که شما توی فیزیک مقیاس وقتی فرق میکنه اون پیکربندی نظریتون خیلی متفاوته. یعنی مثلا مقیاس میانه که دستگاه نیوتن توصیفش میکنه یه مقدار بدیهیه برای ما، نه یا چیزی رو هول میدی خودت میری عقب، این تجربهشو داریم هممون. قانون اول دوم نیوتن یه مقدار بدیهیه. منتها مثلا مقیاس تو میاری میکنیم 10⁻⁻40 متر 10⁻⁻30 ثانیه غیر بدیهی میشه، یعنی کوانتوم مکانیک غیر بدیهیه. خب و فیزیک یکی از ویژگیاش اینه. یه دلیلش اینه که پیکربندی ریاضی خیلی دقیق داره، یعنی و اون پیکربندی ریاضی ترجمه به مشاهدات روزمره میشه، بعضی جاش غیر بدیهی جلوه میکنه. رویکرد تکاملی اینو توجه داشته باش که از ریاضی وار کردن مشاهده بیرون نیومده، از قاعده مند کردنش بیرون اومده. البته ما مدل‌های ریاضی الان داریم که توصیفش میکنه، منتها نمیدونم ریاضی احتمالاً خیلیاتون خوندین، ریاضی زبانه، یعنی شما هر چیزی رو میتونید مدل کنی.
و نظریات متفاوتی که میگن مثلا فلان مسیر تکاملی رو ما داریم مدل میکنیم با ریاضی و اون یکی که رقیبشه میگه نه ما اینجوری مدل میکنیم، اینا دو تا روایتن. شما متغیرها رو تغییر بدین، چیزا رو شرایط اولیه رو تغییر بدین، معادله براش می‌نویسید دیگه، کاری نداره. به همین خاطر یه بخش مهمی از اصلا مقالاتی که داره بیرون میاد، یه خطای خیلی رایج همینه که طرف یه سوگیری داره، اولش یه شاخصایی انتخاب میکنه یا یه جوری می‌نویسه معادلات اولیه‌اش رو که خب اون نتیجه رو میگیره دیگه و مرگ زدنش داره مشکل اون وقت و چون ریاضیواره خیلی سر در نمیارن موضوع چیه، اعتبار پیدا میکنه. توی مدل تکاملی یه مقدار به دلیل اینکه از مشاهدات روزمره بیرون اومده و الگوها بر معادله بندی غلبه داره، فراگیرتره این نظریه نسبت به فیزیک مثلا. یعنی ما تو مقیاس‌های متفاوت دستگاه تکاملی که نگاه کنیم که مقیاس‌های بزرگیه، یعنی شما از تحول ماکرومولکولا نظریه تکامل داریم دیگه تا پیدایش مثلا کهکشان و اینا، باز در مورد اونام، یعنی هر جایی که پیچیدگی داره افزایش پیدا میکنه نظریه تکامل داریم. به نظر میاد نظریه‌های جدید، یعنی رویکردهای جدیدی که داریم که رویکرد سیستم‌های پیچیده است، محدودیت خاصی نداره. گره داریم یعنی مثلا فلان چیزو چجوری توضیح بدیم یا فلان چیزو بهمان چیز چجوری توی معادله بندی منسجم میگنجه، پرسش‌های اینطوری داریم. منتها اون محدودیتی که مثلا منتهی به این شد که اون کتاب تامس کون چیز ساختار انقلاب‌های علمی میگه مثلا گالیله جواب نمیداد شد نیوتن جواب نداد شد کوانتوم مکانیک، یا مثلا فیزیک مدرن، حالا هنوز کوانتوم مکانیک هم کامل نبود، ولی این شکلی خیلی نیست. شکلی که بیشتر ما داریم تکمیل سرمشقه تا گذار سرمشق، اگه نظر منو بخوای بدونی. البته آدمایی مثلا میگن گذار سرمشق داشتیم دیگه، منتها به نظر من اتفاقی که افتاده اینه که شما یک بینش اولیه دارین که در واقع داروین واقعا اینو آورده توی اصلا و همینا رو میگه تکثیر میشه، جهش پیدا میکنه، انتخاب طبیعی عمل میکنه، این رکنشین. و بعد اون وقت داده‌های جدید پیدا شده، یعنی مثلا میانه قرن 20 دهه 1950 دیرا مال مثلا 70 سال پیشه یا اومدن گفتن چه جالب این تکثیره با دی ان ایه. میدونید دیگه قبلش یعنی از داروین تا اون موقع فکر می‌کردن پروتئینه، یعنی اون مولکولی که اطلاعات رو رمزگذاری می‌کنه اینا پروتئینه. و بعد معلوم شد پروتئین ماشین اجرایی سیستمه، ماشین اطلاعاتیش یعنی ماشین ماده انرژیش پروتئینه، ماشین اطلاعاتیش دی ان ای. و دی ان ای خب وقتی وارد معادلات شد یهو فرق کرد دیگه، بهتر شد این نظریه و چرخش کرد یه جاهاییش. منتها تو نمیتونی بگی کلا اون قبلی نقص شد یه چیز جدید اومد، میدونی؟ و تعمیماش هم این شکلیه. یه اشاره فقط من بکنم، یکی از حوزه هایی که خیلی به نظر میاد فاصله داره مثلا جامعه شناسیه. یه خاطره براتون بگم، من دکترا قبول شده بودم از دانشگاه تهران، من کلا خانه‌زاد دانشگاه تهران بودم، یعنی یه لیسانس دو تا فوق لیسانس دانشگاه تهران گرفتم. بعد یهو دکترا رو رفتم دانشگاه علامه. دانشگاه علامه و دانشگاه تهران تو علوم انسانی رقیبم قشنگ با هم، به خصوص تو جامعه شناسی مدعیان دوتاشون. و حالا من فوقم اونجا گرفته بودم، یهو پاشته بودم رفته بودم علامه دکترامو بگیرم، جلسه مصاحبه، حالا رتبه‌ام اول شده بود نه، جلسه مصاحبه. تو جلسه مصاحبه خب اینا یه جور می‌خواستن بگن آقا برو نه، یا مثلا دانشجوی خودمون رو می‌خوایم بگیریم و اینا. بعد یکیشون گفتش که گفت مثلا برگ برنده، گفت شما که تغییر رشته دادی اصلا، شما جانورشناس بودی، من جانورشناسی و بعد ارشدم و فیزیولوژی در واقع رو دستگاه عصبی کار کرد، شما اینا رو خوندی، جانورشناس بودی، چی شده اصلا اومدیم؟ و من بهش گفتم تغییر رشته ندادم، ادامهشه. و اینطوره، یعنی میخوام بهت بگم دقیقاً ادامه مثلا رفتارشناسی جانوری خیلی حرکت دقیق و درستی بود. دست درد نکنه. از کجا فهمیدی؟ صدام داشت کم کم همطوری خشن میشده، این متال میشه. تکامل میذاره بیشتر. گام بعدی تکامل و مسابقه بهتون معرفی میکنم. دمت گرم، مرسی. ببین میخوام بهت بگم که تو مثلا رفتارشناسی جانوری رو میخونی که خب تکامله، بعد سوسیو بیولوژی که باز دوباره تکامل زیستیه، گام بعدیش تکامل جوامع انسانی، خیلی چفتن به هم دیگه. و یه نکته دیگه هم که شاید براتون جالب باشه اینه که نظریه تکاملی ما معمولا میگیم اون مبانی زیست شناختیشو کار داریم، چون این خیلی موفق بود و پیش رفت. منتها دوستان این
کشف‌فهمی‌ها و ابهام‌ها دلیل داره. یه دلیلش اینه که نظریه تکاملی یه مبنای جامعه شناختی هم داره، اگه بتونیم بگیم جامعه شناختی، علوم انسانی هم داره. یعنی ببین داروین همزمان با کی؟ همزمان با اسپنسر. اصلا یه سری از این کلمات که ما به کار میبریم، انتخاب طبیعی رو اسپنسر اول میگه، جهش رو آدمایی که تو علوم انسانی کار میکردن میگفتن اول مفهوم جهش رو، و بعد اومد توی فسیل شناسی، بعد اومد توی نظریه تکاملی. یعنی میخوام بهت بگم خاستگاه هم خیلی تکبنی تو زیست شناسی نبوده. یه جمله دیگه اینجا بگم شاید بد نباشه. بچه یه نکته یادتون باشه، دقت کردین نظریه تکامل تو ایران چقدر راحت جا افتاد؟ حالا یه عده که کلا با همه چی مخالفن ولی همیشه حاشیه بودن تو ایران. خب یعنی مثلا تو آمریکا همین الان شما مدرسه، دبستان، دبیرستان اینا بخوای بری تکامل درس بدی، یه عده والدین اعتراض میکنن آقا انجیلو بیا کنارش درس بده، باید بگی موازی این نظره اونم نظر این شکلیه. خب اروپا هم حتی همینطور بود تا همین چند وقت پیش. حالا الان اوضاع بهتر شده، البته فکر می‌کنم به چرخ سمت بنیادگرایی مسیحی به زودی. راستا دارم میان رو کار. منتها تو ایران دقت کردین همچین مشکلاتی نبوده اصلا. با تمام این کشف‌فهمی‌هایی که گفتید. آره منتها ببین مقاومت سازمان یافته در مورد نظریه تکاملی تو اروپا، فرهنگ اروپایی بیشتر از مال ما بوده. میدونین چرا؟ چون داریم مبانی رو میگیم، اینم براتون بگم. یک خاستگاه فلسفی هم داره تکامل، که این خاستگاه فلسفی تو ایران بوده اصلا از اول و فراوان مثال، یعنی تقریبا هر متنی رو شما بخونین رو توش میبینید. دو سه تا مثال بزنم. دقت کردین به این ابیات مشهور مولانا که از جمادی مردم و نامی شدم؟ چی داره میگه؟ جمادی یعنی من ماده جامد بی جان بودم، از اونجا تحول پیدا کردم نامی، یعنی نمو میکنم، گیاهی شدم، فقط نمو میکنم، بعد جانور شدم تا به انسان سر زدم، یعنی ماده بیجان بودم، جاندار گیاهی شدم که فقط نمو میکنه، که گیاهیان و حالا قارشا و نمیدونم تکسلولیان اون موقع نمیشناختن اینا رو، گیاهان رو میشناختن، و بعد جانور شدم، بعد انسان شدم. یعنی این مسیره، این اصلا تو اروپا همچین چیز نداشته. نه تو اروپا شما روز اول خلقت، که اون روز اول خلقت هم 4600 سال پیش بوده، خیلی فاصله نداره. تو ایران زمانایی که برای خلقت نه خیلی طولانیه، بعضیاش تو فرهنگ ایرانی هندی بعضیش از تاریخ واقعی تکاملی طولانی تره. یعنی مثلا 46 میلیارد سال پیش مثلا روایت‌های ودایی پیدایش جهان خیلی طولانی تره، یعنی اینا احتمالاً خورده تو ذوقشون چقدر جهان کوتاهه. منتها تو اروپا چون تو کتاب مقدسشون نوشته دیگه، عمر نوح و نمیدونم همه اینا رو نوشته و شما میتونید اینا رو جمع بزنید و میتونید تاریخ دقیق خلقت رو معلوم کنید. که قرن 19 هم یه عده اومدن معلوم کردن یه توافقی حدود 4600 سال پیش شکل گرفت، که 4600 سال پیش وسط تاریخ ماسا، یعنی مثلا 1200 سال قبلش متن داریم تو ایران، یعنی قطعا اون موقع پیدا نشده چیز. بعد حالا تفسیرهای خنده‌دار همین الان دارین، یعنی کریشنیستا اینا که مخالفن خیلیاشون میگن نخیر همون موقع بوده خلقت. بعد بهشون بگی خب ما یه فسیل دایناسور داریم 200 میلیون سال، میگه خداوند برای محک زدن شما آزمون الهی اینه که یه سری فسیل 200 میلیون ساله 4600 سال پیش گذاشته اون وسط، ببینید شما گول میخوری یا نه. بنابراین دوستانی که فکر میکنن ایران محل برگزاری آزمون‌های الهیه اشتباه میکنن، همه جای دنیا از اینا هست. آره ما آزمون کتبی نداریم، فقط عملیاتیشه، یه خورده سخته. میخوام بگم بنابراین تو چه میدونم مثلا حی ابن یقظان که 2 نفر نوشتن اینو، مثلا ابن سینا یه رساله در این مورد داره، شروعش اصلا پیدایش ماده بیجان از جان داره، یعنی میخواد بگه شناسایی ذاتیه یا اکتسابی مبناش، و ابتدا به ساکن میگه که شما یه جایی توی جزیره‌ای موجود زنده هم نیست، ماده‌ای داره تخمیر میشه، تحول پیدا میکنه، پیدایش ماده جاندار، مواد عالیه بیجان رو داره میگه، و بعد آدم میشه اصلا، یعنی و شناسایی پیدا میکنه. یعنی این مسیر خیلی بدیهی بوده برای ملت. باز این مثالی الان داشتیم با دوست عزیزم صحبت میکردیم، مثلا شما چه میدونم نافذترین تفسیر قرآن معاصر مال علامه طباطباییه دیگه. خب ولی تفاخرم کنم چون فامیل ما بوده خیلی تکاملی فکر میکرده، یعنی اینکه تو جالب اون تو یه جایی اشاره میکنه میگه در ضمن مثلا این نظریه تکاملی میگن با این تعارض داره، داروین اسمم میبره، تعارض نداره، درسته. بعد اینقدر بدیهی بوده رد میشه، اصلا خیلی استدلال و اینا
یعنی انگار مشکلی نبوده کلا، فقط اشاره میکنه که اونایی که میگن تعارض داره بیخود میگن و رد میشه ازش. بنابراین یه مبانی فلسفی هم این طرف تو ایران بوده که باعث شده ما راحت اینو قبول کنیم. جا تو صحبتتون فرمودید که توی تکامل ما رقابت داریم، یعنی رقابت یه چیز طبیعیه و پیش میاد. حالا چرا رقابت رو تا اینجا قبول داریم ولی الان که رقابت بین گونه‌های مختلفی هست اینو به بحث اخلاقی ندارم، یه بحث به صورت طبیعی چرا میگید که این غلطه؟ خب این طبیعتش بود، یعنی طبیعت یه آمریکاییه که به یه آفریقایی خودش رو برتر بدونه و بیاد رقابت بکنه، بیاد مثلا زمیناشو بگیره. سوالم اینه، میگم چرا این طبیعی نمیگه؟ نه طبیعیه. ببین من نمیگم طبیعی نیست، میگم توجیه اخلاقی نمیتونی بکنی با تکامل. ببین آدم رو اگر بالا نگاه کنی یه چیز، یعنی کره زمین رو شما نگاه کنید و تحول جمعیت انسان روش رو ببینید، خیلی شبیه اینه که انگار داری یه پتری دیش نگاه میکنی و انفجار جمعیت یا سری باکتری رو داری توش میبینی. یعنی یه جمعیتی دارین، این بزرگ میشه، شاخه‌های مختلف پیدا میکنه، اینا با هم دیگه رقابت میکنن، غذا کم میاد منقرض میشه دیگه. خب آدم هم همینه دیگه، همین اتفاق داره میفته الان. حالا یه پس مونده یا پلاستیک هم ما داریم به جا میذاریم رو کره زمین، جذابه. من فکر کنم گونه‌های هوشمند بعدی بیان مثلا احتمالاً 8 پا باشن، براشون جذابه که پلاستیک چی شد این وسط اومد. چون آدم هم همچین استخوان‌بندی درستابی نداره فسیل خوبی ازش بمونه. یعنی معماییه که حالا چند میلیون سال دیگه مطرح میشه و حالا وایسیم اگه زنده موندیم ببینیم چه جوریه. منقرض میشین احتمالاً. اگه به تناسخ اعتقاد دارین سعی کنین زندگی بعدیتون مورچه یا هشپا باشین، چون اینا جوامع متمدن آینده. منتها اونجا شاید بتونید. میدونم میخوام چی بگم، میخوام بگم رقابت وجود داره، آدم منقرض میشه، اصلا مشکل نداره. منتها ببین اون وسطا این یه سری میمونن دارن همدیگر میخورن، یه عدهشون میگن ما حق داریم چون نظریه تکاملی میگه فلان ما پیچیده‌تر از اونیم. میگم اینا دارن بیخود میگن این وسط. خب اگر یه عده بگن که خب خیلی هم میگن ما چیز دیگه غلبه با شمشیر. آره ببین رقابت داریم. نکته مهم میدونی چیه؟ نکته مهم اینه که سیستمایی که پیچیده تر میشن کنار رقابت همکاری هم میتونن بکنن و پیچیدگی در اثر همکاری توسعه پیدا میکنه و اخلاق توی این بخش همکاریش به وجود میاد. به این معنی نیست که دیگه رقابت نمیکنن، بهتر رقابت میکنن. میدونی چی میگم؟ یعنی ببین جوامع، حالا نمونه بارزش مثلا حوزه تمدن ایرانی، تو اگه نگاه کنی به اینکه تو ایران حوزه تمدن ایرانی چرا مونده هنوز بعد این همه وقت و چرا از اول اینجا اصلا به وجود اومده، بس پیدا کرده، یه دلیلش اینه که تو ایران شما یک سازوکارهای گسترش یابنده کهنی دارید مبتنی بر تجارت پیش‌فرضش برنده بازی کردن. به این معنی نیست که رقابت نمی‌کنی. من دارم با اون دکون بغلی رقابت میکنم دیگه. منتها رقابتی که دارم میکنم هم یه همکاری توش دارم، هم با اون مشتری همکاری دارم، نه و پیچیده میشه این الگو و بس پیدا میکنه. توی مثلا تاریخ اروپا نگاه کنید، اروپا یه تکاپویی داشته همیشه دیگه، منتها میرفتن غارت میکردن، فقط رقابته. خب و خب هی حمله میکردن، یه جایی موفق میشدن غارت میکردن، یه جایی معمولا نمیشدن، شکست میخوردن. جایی که ساده تر از خودشون بوده به آفریقا حمله میکردن، موفق میشدن. چه میدونم جنگای صلیبی به ایران حمله میکنن، موفق نمیشن. این بگیر نگیر داره و ساده میمونه سیستم. ببین پیچیده شدن حوزه تمدن اروپایی تا 400-500 سال گذشته به این دلیله که روابط هم‌افزا بین خودشون به وجود آوردن. آره خواهش میکنم. من دو تا مطلب داشتم. یکی راجع به این سخن اخیرتون که به مولانا برگردیم که ما ریشه فلسفی پذیرش در اندیشه‌های تکاملی داشتیم، ولی خب از اون طرف شما برای اینکه دوچار کانفرمیشن بایاس هم نشید باید ببینید غربی‌ها چجوری بودن. اونها هم میگن که ما انکسیماندر رو داشتیم که 500-600 سال قبل از میلاد مسیح صحبت کرده که انسان‌ها موجوداتی هستن که از ماهی‌ها منشأ گرفتن و مثلا ریشه تکاملی می‌برن به اون زمان. ولی من میخوام بگم که شاید ما علاقمون به فرهنگ ایرانی و اینا باعث بشه که یه مقدار دوچار باعث بشه.
مطلب دوم که خواستم بگم و از همون ابهاماتی که فرمودید، یکی میخواستم بپرسم که سطح انتخاب طبیعی کجاست؟ اگر سطح انتخاب طبیعی رو در سطح ژنوم بگیریم، یک اخلاق و یک سیاستی از دلش در میاد. اگر گروه بگیریم یک اخلاق و سیاست دیگه. اگر فرد ژنوم باشه از دلش میتونه راست افراطی و ارسان سیاست در بیاد و از دلش یه اگویسم اخلاقی در بیاد. و اگر در حقیقت گروپ سلکشن رو بذاریم، یعنی بقای گروه سطح انتخاب طبیعی باشه، از دلش وقت چپ داروینی در بیاد و از اون طرفی آلترویسم اخلاقی از دلش. خواستم خیلی سوال عالیه. آره ببین، نکته اول من برات بگم، ببین من معتقدم نظریه علمی خودش یه منشه، یعنی یه سیستم تکاملیه. خب بنابراین دلبستگی و اینا اصلا ربطی نداره به موضوع. من دلبستگی به ایران دارم ولی بحث علمی داریم میکنیم ربطی نداره. مثلا که چه میدونم، مثلا مادر من الان نشسته اونجا، مادرم من خیلی دوست دارم، ما تو در مورد مفهوم مادری مثلا تو ادبیات در مورد مفهوم مادر داریم بحث میکنیم، بحث علمی داریم میکنیم، اصلا ربطی به این که من حالا عواطف هیجاناتم چگونه است نداره. در مورد نظریه تکاملی، یعنی مبانی فلسفی و پیشینه نظریه تکاملی، خیلی روشن بهت بگم که حوزه تمدن اروپایی اندیشمند و متن، ما به متن کار داریم دیگه، نداره. یعنی شما از ابتدای کار توی منابع اروپایی، منابع یونانی قدیم، منابع رومی قدیم نگاه میکنیم میای جلو توی قرون وسطا تا دوران ترجمه، یعنی قرن 16 میلادی به طور مشخص، هم تو اندلس هم توی دولت شهرهای ایتالیایی مثل ونیز و فلورانس و اینا ترجمه شروع میشه و از اون موقع این ایده ها هستن شکل میگیرد. اولین منابعی که شما در حوزه تمدن اروپایی دارین در این مورد ایناست. اشاره های گسسته خیلی محدودی داریم مربوط به منابع یونانی دوران هخامنشی درون قلمرو سیاسی هخامنشیان. آناکسیماندر مال آناتولیه، مال اروپا نیست اصلا، و آناکسیماندر اینو نمیگه. منتها آدمای دیگه داریم، مثلا تو اینا همه مال دوران هخامنشیان، همه مال قلمرو درون قلمرو سیاسی و فرهنگی ایران اون دوران و منابع اون دوران معتقد، یعنی ارائه‌ای که میکنن میگن اینو ما از مغان داریم یاد میگیریم. این ایده بوده ظاهرا تو ایران و این ایده خیلی قدیمیه ها، یعنی تو اساطیر ایرانی هم هست که گل ملمو گل دجله و فرات تخمیر میشه، از توش خدایان به وجود میان. یعنی ایده زایش حیات از ماده بیجان تو ایران رایج بوده، خیلی قدیمی، اساطیری هستن. خب تو اروپا خیلی اینو ندارید دیگه. تو ایران میزان خدایان یعنی اسطوره غالب اسطوره زایشه، یعنی خدایان همونطوری بودن از اول، میزان. تو ایران این زایش هم داریم ولی کنار بقیه روایت هست. نمونه‌های دیگه هم داریم. حالا مثلا چه میدونم، شما چیزی دارین، مثلا این جمله جالبه دارین که میگه اگر مثلا گاو و اسبم خدایان برای خودشون ترسیم میکردن، شبیه خودشون ترسیم میکردن، یعنی فرهنگ رو وابسته به گونه میدونه. منتها اینا همه توی این بافتن و یه مقطعن، یعنی هولوش سال مثلا 450 تا 350 پیش از میلاد داری اینو، بعد اسکندر که میاد قطع میشه کلا دیگه. متون مسیحی داری و اصلا دیگه این حرفا نیست تو منابع یونانی تا میاد دوران جدید. منتها پرسش دومی که کردی خیلی مهم بگم، برای نکته اول این که اصلا ربطی به دلبستگی من نداره. منابع رو نگاه کنین اینو میبینین. آیا ما باید اینو بگیم؟ آیا این مایه افتخاره اینو بگین؟ خب بله که مایه افتخاره. چرا شما میترسین از افتخار؟ مثلا اینکه بگیم مثلا آیا مایه افتخاره که ما مثلا خط تو کشورمون زود به وجود اومده؟ خب بله مایه افتخار، چه خوب. خب آیا مایه افتخاره من دارم به زبونی حرف میزنم که سعدی هم حرف میزنه؟ خب بله مایه افتخاره. نترسین از افتخار کردن به داشته هایی که افتخارآمیزه. این یه نکته و ربطی هم به علم نداره. این جزء همون عواطف هیجانات کناریشه. منتها پرسش دومت خب خیلی مهمه. ببین این پرسش الان مطرحه. یه عده معتقدن که یک لایه بنیادینیه که انتخاب طبیعی اونجا داره رخ میده. نگاه کلاسیک که مثلا تو ارنست مایر و اینا کتاباشون هم کتاب درسیه میبینی، میگن ببین اون لایه بنیادین گونه است، گونه ها با هم رقابت میکنن، جمعیت هم نیست، افراد هم نیست، گونه یعنی خزانه ژنتیکی، استخر ژنتیکی با هم دیگه رقابت میکنن. یه نگاهین، نگاه غالب هم هست همچنان، یعنی یه برش رو میگیرن میگن اینه. یه مشتقهایی از این داریم
مثلا داکینز سلفیچین ژن خودخواه میگه نه اون نیست، ژنومه. بعد میگه نه ژنوم هم نیست. یه عده میگن تک ژنومه، یعنی آدم بدنا با هم رقابت میکنن. این یه مشتق مشهورشه. چیز میگه که نه ژنا با هم رقابت میکنن، یعنی نقطه انتخاب طبیعی لایه ژنوم و خود ژنه هستن. که خب مثلا از اون ور مثلا ناکامورا رو دارید و چیز دارید، در واقع خنثی انگاری رو دارید و خب شواهد نشون میده تو ژنوم یه جاهایی با هم رقابت میکنن که اصلا ژن نیست و اصلا نقش ساختاری داره، اصلا میدونی اینترونه، اصلا اگزون نیست. یعنی بحثای اینطوری هم دارید این وسط. در مقابل اینا که این شکلی میبینن، یه اشاره بکنم، یه شاخه ای از اینا معتقدن که اون لایه‌ای که با هم رقابت میکنه لایه اجتماعیه. خب و اینا سیاسی هن به شدت. بنیانگذارشون احتمالاً بدونید دیگه مارکس. خب توی نظریه‌های اجتماعی موازی با اونایی که میگفتن نژادها با هم دارن رقابت میکنن، همزمان با اونا میانه قرن در واقع 1850 تا 1880 اون 30 سال اول که حرف داروین داشت به کرسی نشست، موازی با اون یه عده آدم که مارکس از همه مشهورتره توشون، اینا اومدن گفتن نه نژادها نیستن، طبقاتن. و بعد اون نظریه طبقاتی نظریه تکاملیه. میدونید دیگه ما چند مشتق داریم از نظریه تکاملی. یکیش مارکسیسمه، مشتق‌های به نظر من خطای جدی داریم. یکیش نژاد پرستیه، یکیش روانکاویه. خب فروید هم بعد اینا میاد و فروید هم تو همین چارچوب نگاه میکرده. یعنی فروید میبره تو لایه روانی، یعنی میگه عناصر درون روان انسان اینا با هم دیگه ضدن، یعنی سوپریگو داری و ایت داری، فرامن داری و نهاد داری، اینا با هم دیگه ضدن، اینا با هم دیگه درگیر میشن. اون انتخاب طبیعی حالا روی اینا عمل میکنه، ایگو من از توی این بیرون میاد. اینا حالا همه جای بحث و نقد داره. منتها میخوام بگم که غلطه اولا. خب یعنی اینکه اصلا به نظر من تکلایه‌ای نیست. یعنی اونایی که سیستمی فکر میکنن که منم جزو همون گروهم، اینا معتقدن هر جا شما سیستم این شکلی دارید انتخاب طبیعی داره عمل میکنه، تکامل دارید و اینا خیلی وقتا سیستمای تو همن. یعنی من الان دارم با شما حرف میزنم، من بدنم داره رقابت میکنه با بدنهای دیگه، نه بعد به عنوان عضوی از یک گونه‌ام داریم رقابت میکنیم هممون با هم دیگه با گونه‌های دیگه. بعد در این حال توی بدن منم سلولا دارن با هم رقابت میکنن. اصلا دلیل این که ما داریم، این مثال براتون بزنم، الان حرفایی که من دارم بهتون میزنم و شما یادتون میمونه مثلا تا فردا بخشیشو. چرا یادتون میمونه؟ چون حافظه دارید دیگه. حافظه چجوری کار میکنه؟ انتخاب طبیعیه. یعنی شما انتا سیناپس دارین، خیلی سیناپس دارین، از اون چیزاست که باید بهش افتخار کنید. یعنی هر یه نورونتون 10,000 تا متوسط سیناپس داره و بعضی نوروناتون 85% سطح قشرش سیناپسه. خیلی عجیبه این و خیلی باحاله، چون به این دلیله که ما پیامایی که میدیم حالا تو شبکه عصبیمون انتخاب طبیعی میتونه روش حاکم بشه. یعنی الان از اینجا این پیام رفت، اون سیناپس‌ها میمونن، بقیه منقرض میشن. انتخاب طبیعی بر مبنای کار کرد و این میشه حافظه. مثلا مبنای حافظه انتخاب طبیعی، رفتار پردازش اطلاعات تو نورونه، اون چیزی که توش منقرض میشه میمونه سیناپس. بنابراین لایه‌های متفاوتی داریم ما. بعد اون سیناپس داره چی رو نگه می‌داره؟ اطلاعات دیگه، روایت. من دارم یه روایتی میگم به شما. اون روایت تو لایه فرهنگ خودش یه رمزگذاری داره، یک پیکره‌ای داره که با روایت‌های دیگه مقابله میکنه، رقابت میکنه. سر چی؟ منبعش چیه؟ مغزه. یعنی نظریه کریشنیستی، نظریه اِوولوشنیستی، اینا با هم دیگه دارن رقابت میکنن. منبعشون مغزایی هستن که دارن اینا رو پردازش میکنن. خب بنابراین لایه‌های متفاوتی به گمان من از سیستم‌های تکاملی دارین. اینا تو در تو هن، سلسله مراتبی هن و همشون انتخاب طبیعی توشون عمل میکنه. هیچ کدومو نمیتونی بگی بنیادیه، همش مهمه. و اینم بهتون بگم اون شاخه‌ای که میگه نخیر یکیش خیلی بنیادیه، بقیه رو انکار میکنه که این خطای روش شناختیه و نتایج سیاسی ازش میگیره که خیلی خطرناکه، تقریبا همیشه هم غلطه. یعنی مثلا شما اگه بگین که انتخاب تکامل ناشی از درگیری رقابت طبقاته،
اولا که الان نشون داده شده طبقه اصلا نداریم به این معنی که مارکس میگفت. طبقه مفهوم خاص قرن 19 جامعه انگلستان صنعتیه، داره صنعتی میشه، مال اون دوره است اصلا. یعنی اون طبقاتی که اون مورد نظرش بود، یا سرمایه دارن یا کارگرن، اصلا جامعه اینطوری نیست، خیلی پیچیده‌تر این حرفاست. و اینا اتفاقا تو خودشون هم میشه رقابت میکنن. حالا الان اینو اشاره میکنم بهش. بعد این مشتق ازش گرفتن شده فمینیسم جدید. فمینیستا چی میگن؟ همونو میگن تکامل رقابت نر و ماده است. یعنی طبقاتو خوب فهمیدیم نیست، اونا نیست، منتها زن و مرد دارن با هم رقابت میکنن. یه قاعده بچه‌ها یادتون باشه که تو جامعه شناسی خیلی به درد میخوره، همیشه شبیه‌ها با هم رقابت میکنن. این تاریخ صنعتی شدن اگه میخوایم بدونیم، ادیسون داشته با تسلا رقابت میکرده، ادیسون با کارگر کارخونه‌اش رقابتی نداشت. خب توی خاندان فلان زن و شوهره با هم دیگه دارن با فلان زن و شوهر رقابت میکنن، زن و شوهرها با هم دیگه رقابت نمیکنن، مردا با هم متحدشن بر ضد زناشون یا برعکس. نداریم تقریبا همچین چیز. اونایی که با هم دیگه شبیهن، اصطلاحاً نیچه، اصطلاحاً آشیان مشترک دارن و طرد رقابتی میکنن همدیگه رو. و برای اینه که تستوسترون داریم. خب چون نرا با نرا درگیر بودن. خب اگه نرا با ماده ها درگیر بودن، خب ماده هم عضلانی بیاد میشدن، ماده هم دندونشون درشتر بیاد میشد. این دندونی که الان بنده دارم، آقایونم دارن، برای دیگه گاز میگرفتیم یه دوره هم دیگه رو. حالا البته کوچیک شده خیلی، بابونو نگاه کنین میبینیم ما چقدر متمدنیم، ولی دندون نیش آقایون از خانم‌ها بزرگتره به هر صورت. خب میدونید نگاه کنین دندونای هم دیگه رو نگاه کنین متوجه. خب و خب میدونی دارم چی میگم، این مهمه بهش توجه کنین. خب پرسش بعدی اگه لطف کنین فقط بلندگو رو بدین. آره با همین مسیر بریم و چیز کنیم. بفرمایید. فقط ببخشید یه لحظه، ما تا کی وقت داریم؟ داریم. خب بفرمایید. با درود و سپاس. من یه مقدار بخوام در واقع این بحث تکامل رو ببرم به سمت روانشناسی و جامعه شناسی اگه اجازه بدید. هر جا اشتباه کردم منو اصلاح خواهش می‌کنم. ما تو بحث تکامل میگیم که چیزی که کارکرد داره میمونه. درسته؟ من میخوام بدونم بحث خرافه خب کارکردی داشته که تا الان مونده دیگه، یا کارکردی که از بین رفته باز تولید شده این کارکرد و به شکل شیک‌تری اومده ارائه شده. قبلا منبرنشینی بوده، الان مثلا سمینارهای انگیزشیه از در واقع اون ترس و طمعی که خب حالا از نظر تکاملی تو انسان هست و پشت این ترس و طمع همون بقاه استفاده میشه و اینها ادامه پیدا میکنه. حالا من جامعه خودمون رو نمیگم، جوامع مختلف رو میگم، منبرنشینی تو جوامع مختلف هم بوده. میخوام ببینم که ما چطوری میتونیم این کارکرد رو کور کنیم، چطوری میتونیم جلوی باز تولید کارکرد رو بگیریم. ببین یه نکته‌ای که جذابه و خوبه بگم براتون، این قاعده تکاملیه. خب ببین توی تکامل افزوده شدن ساختار و کارکرد هزینه‌اش کمتره تا حذفش. این به عنوان قانون داشته باشه. این حالا البته خیلی همه نمیگم، من نظرم اینه. خب یعنی توی مدل نظری که دارم یه عده دیگه می اشاره‌هایی دارم بهش. منتها خیلی شفاف بهتون بگم، این که شما توی مسیر تکامل پیچیدگی داره افزون میشه دیگه، نه این که پیچیدگی داره زیاد میشه، شما اپتیمومش هم بکنید، یعنی اون چیزایی که دیگه کارکرد نداره رو حذف کنی جا چه چیز دیگه بیاری، این هزینه زیاده. نتیجهش میدونی چی میشه؟ نتیجهش میشه شما یه چینه بندی از ساختارهایی براتون توی سیستم هست که دیگه کارکرد نداره. مثل چی؟ مثل سه جفت عضله تو گوشتون، هممون داریم. ما هیچ کدوم گوشمون تکون نمیدیم. شما میخواین گوشتون رو تیز کنید، توی عضله داخل اون سه تا استخونه رو منقبض میکنین. خود عضلات گوش خشکیده است، مثل آپاندیس، مثل نمونه‌های زیادی داره و این تو همه جانداران هست. خب ژنوم اصلا اینجوریه، یعنی ژنوم میدونی 15% ژنوم کار میکنه دیگه، پروتئین درست میکنه، کار میکنه. حدود 85% ژنوم تلمبار
ماده وراثتی قدیمیه که دیگه کارکرد نداره. چرا اینا میمونه؟ به خاطر اینکه حذفش هم مشکله، یعنی سازوکار حذف نداریم براش. سازوکار پیدایشش میشه جهش. سازوکار حذفش، ببین جهش به کنده شدن یه تیکه ساختار یا کارکرد معمولا منتهی نمیشه. یعنی کنده شدن یه تیکه ساختار و کارکرد معمولا منقرض میکشه موجود رو تا اضافه شدنش. این یه قاعده. یه قاعده دیگه که یادتون باشه اینه که فسیل ساختارهای بیکارکرد که باقی موندن بعضی وقتا جهش روشون رخ میده، یعنی یه ماده خام اطلاعاتی در هم بر هم به دست میدن که گاهی وقتا جهشایی روش رخ میده و کارکرد توش بیرون میاد. مثل من که الان دارم با شما حرف میزنم. یه دلیلش اینه که مغز من بزرگ شده و در دوران جنینی حنجره، همه میمونا اینطوریه، حنجره توی استخوان اول تا سوم مهره گردنی و اونجا عضلاتی دورش نیست که این همه واژ تولید کنه. ما داریم با هوموساپینس حدود 130 تا واژ تولید میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما این حنجرمون اومده پایین، ما تو استخوان سوم تا پنجم مهره گردن حنجرمون قرار گرفته. هوموساپینس اینجوری، فقط هوموساپینس اینطوره و عضلاتی که از اطرافش رد میشه کنترل میکنه. خب میمونام صدا در میارن، اما تو کمتر از 10 تا واژ دارن، بنابراین زبان طبیعی نمیتونه تو شکل بگیره. چرا ما اینو داریم؟ ببین اونایی که طراحی هوشمندو میگن خب از اولش یه مسیری بوده اومده منتها دلیلش این نیست. دلیلش اینه که شما کاسه سرت بزرگ شده، چون مغزت درشت شده، چون لوله گوارشت کوچیک شده بوده، مغز درشت بشه به نفعه. چرا به نفعه؟ چون رفتارهای پیچیده‌تری نشون میده که راحت‌تر جفتگیری می‌کنی. اون رفتارها رو امروز بهش میگیم هنر. خب شما بهتر آواز میخونی، بهتر میرقصی، بهتر حرفای بالتر میزنی، میری تو کافه در مورد نیچه حرف میزنی، راحت‌تر جفتیابی میکنی. خب بقیه نمیتونن بکنن، بقیه در مورد نیچه نمیتونن تو کافه حرف بزنن، یه سری شامپانزن بلد نیستن درست آواز بخونن، اینا منقرض میشن. خب بعد مهمه بنابراین مغزت این کارا رو بتونه بکنه، ولی میخواد این کارا رو بکنه، کاسه سر بزرگ میشه، پوزه کوچیک میشه. زبونت باید بزرگ بمونه چون همه چیز خار شدی، بنابراین زبونت میره جمع میشه، میره پشت حلق که فرق میکنه با بقیه میمونا. بقیه میمونا زبونشون توی کامشونه دیگه، نه؟ و فشار میاره از دوره حدود 6 ماهگی به بعد بچه نوزاد که زبونش شروع میکنه گنده شدن. زبون بچه رو دیدین چه باریکه؟ چون شیر میخوره دیگه، به محض اینکه شروع میکنه کم کم غذا خوردن زبون پیچیده میشه و فشار میده و حنجرت میره پایین. حنجره پایین تو بعضی حیوانات دیگه هم دارین و حنجره پایین فایده خاصی نداره همینطوری. منتها تو مغزت قبلا بزرگ شده و تو مغز بزرگت یه کاری که میتونی بکنی چون مغزت بزرگ شده حرکات بالستیکه. یعنی یه سنگو برداری پرت کنی بزنی به فلانی و اینکه خمشی سنگ رو برداری پرت کنی همش توی زنجیره حرکتی با هم رخ میده و این حرکات بالستیک دقیقاً کنارش میشه مرکز زبان تو گیجگاه، ناحیه گیجگاهی. حرکات بالستیک هم همونجاست تقریبا بالاش و بنابراین تو همون زنجیره حرکتی رو حالا میتونی بیاری رو حنجره و صدا تولید کنی و میشه زبان. میدونی چی میگم؟ چرا ما زبان داریم؟ چون 2-3 تا چیز بی ربط به هم دیگه چفت شدن و این 2-3 تا چیز بی ربط کارکرد نداشتن اولش. یعنی اگر شما مثلا مغز گنده نبود، حنجرت میومد پایین، فایده ای نداشت. شما اگر رو 2 تا پات راه بری، مغزت انقدر گنده نباشه که با دست ورزی کنی، میشی تیرانوسوروس رکس. خیلی ها رو 2 تا پاشون راه میرن، اینکه افتخاری نداره. اینکه مغزت انقدر گنده باشه با دستت بتونی یه کاری کنی مهمه. کانگورو هم رو 2 تا پاش راه میره، تیرانوسوروس رکس هم راه میره، ولوسیراپتور هم راه میره. خیلی ها رو 2 تا پا راه میرن دیگه، نه؟ معمولا دستا کوچیک میشه، میخشکه. حتی تو پرنده ها بعضی وقتا بال اصلا از بین میره، مثل موها. این پرنده که دیگه اصلا بال نداره. منتها ما کارکرد بهش اضافه کردیم. ما با دستمون قرار بود راه بریم دیگه، نه؟ حالا من دارم حرف میزنم، یعنی حرکات بالستیک فسیلش رو حرکات دستمون مونده. نمیدونم بیانگر بود یا نه. هزینه هست بیشتر از افزودنه. بنابراین یه چیزایی هم حذف میشه، البته خطرناک باشه. خب از ما دوممون رو از دست دادیم دیگه. دوم خطرناک بود، یعنی داری در میری هر پلنگی ممکن دوم تو بگیره بخورد.
خب به من دوممون رو از دست دادیم. موقع بالای درخت بودیم خیلی مهم بود، هزینه زیاد بود، اومدیم پایین دیگه این خطرناک بود، از دست دادیم. منتها اونایی که خیلی هزینه نداره بودنش میمونه همینطوری. به این تعبیر ما هممون یه آش شل قلمکاری از ساختارهای کهنیم. ما چینه بندی از چیزای کهن داریم که خیلی جالب. یه نمونه بی ربط دیگه بگم، حیفه نگم، که اینتلیجنت دیزاین هم رد کنیم همینجا فیلم مجلس. بچه زرافه دیدین دیگه؟ زرافه خب رگ در واقع کاروتید که خون میبره به مغز، خب از قلب میاد بیرون، یه قوسی میزنه دور یکی از اون اندامای کناری و بعد میره به مغز دیگه. خب زرافه چه اتفاقی توش افتاده؟ هی گردنش درازتر شده. زرافه چند تا مهره گردن داره؟ موش چند تا مهره گردن داره؟ موش. آدم چند تا داره؟ آدم 7 تا داره. موش چند تا داره؟ یا گراز که گردنشون خیلی کوتاه چند تا داره؟ 7 تا داره. زرافه چند تا داره؟ 7 تا داره. 7 تا داره. خود مهره بزرگ شده تو زرافه. مهره که بزرگ شده چون ساختار مهره افزایش پیدا نکرد، برای این نمیگم هزینه داره چیز جدید. چیز خنده‌دار اینه که اون رگه میره بالا، میاد دور میزنه، میاد پایین، دوباره میره بالا. یعنی یکی از احمقانه‌ترین رگ‌های دنیاست. رگی که از قرار خون ببره به مغز زرافه. خب و یه مجموعه فیلم عالی پیشنهاد می‌کنم اینو ببینین. داکینز اینو اجرا کرده. یه سری حیوانایی که شما تشریحش رو نمی‌بینین معمولاً. حالا من یه آدمیام که من جانورشناس بودم یه دورانی، الان علاقه‌مندم باشم و خیلی حیوان تشریح کردم. یعنی یکی از کارهای مهم اینه که شما واکنی حیوان رو ببینید توش. همیشه هم در دریغ و حسرت مثلا تشریح نهنگ، تشریح زرافه، تشریح اینا بودم. بعد یه فیلم داکینز مثلا برای من درست کرده و علاقه‌مندانه اینطوری همینا رو گرفته تشریح کرده. بعد زرافه رو که تشریح میکنه خیلی جالبه. به این رگه میرسه، قیافش خیلی دیدنیه. میگه این رگه رو نگاه کن، خیلی خوشحاله که همه نظریاتش یهو با یه رگ، نظریات مقابل رگ به رگ میشه اینطوری. بله بفرمایین. آره چیز دست کی رفته؟ آره اگه لطفاً بدی پر. ببین بزنین مثلا چیز احتمالاً بزنین داکینز توی کاراش میاد دیگه. ریچارد داکینز، D-A-W داکینز دیگه، K-I-N-S. ریچارد داکینز. اسم این مقاله چیه؟ اسم این مجموعه چیه؟ BBC فکر میکنم درست کرد. والا اسمش یادم نیست. منتها بزنین داکینز آناتومی میاد دیگه. داکینز آناتومی مثلا فیلم 8 تا 9 تا فیلمه، خیلی عالیه. 8 یا 10 تا فیلم. آره داره میگرده چیز. آره پیدا کردی بگو. بله بفرمایید. سه تا تعریف رو ازتون می‌خواستم. تعریف موجود زنده، ماده و انرژی اگر امکان شد. خواهش می‌کنم. ببین اون چیزی که ما به عنوان هستنده میشناسیم، اون چیزی که هست، خب یا ماده است یا انرژی یا اطلاعات. ساده‌شو بخوای تعریف کنیم، ماده اون چیزیه که با جرم میسنجنش، یعنی بر اساس گرم. انرژی اون چیزیه که با تغییر جرم میسنجنش، یعنی مثلا کالری، ژول، اینا، یعنی دامنه تغییرات اون ماده. اطلاعات شکل چیده شدن ماده انرژیه، با بیت میسنجنش. یعنی یه راه دقیق تعریف کردنش اینه که بگی با فلان یکا جرمو میسنجیم، این میشه ماده. با فلان یکا اطلاعاتو میسنجیم، میشه بیت، مثلا میشه اطلاعات. انرژی حالا اون چیزی که تغییر میده ماده رو، یعنی انرژی 4 جوره. باز یکی از چیزایی که شبه علمیه خیلی دیدیم میگن فلانی انرژیش مثبت، منفیه. ما همیشه برام سوال میگن یعنی چی؟ مثلا بعضی وقتا دوستانی لطف دارن میان میگن شما خیلی انرژیتون مثبته. یک میگم انرژی قویه، ضعیف، گرانشه، الکترومغناطیسه دیگه. یعنی الان چیکار کنم من؟ تو این 4 تا رو چیکار کنم؟ مثبته الان چی میشه الان بعدش؟ آره مثلا ممکنه آره مثلا بتابم میخوای مثلا ذراتم یهو متلاشی شه. آره چون دو تاشون هم خطرناکه. این ذرات هسته اتم و اینا رو درست میکنه. یه خود نباید خیلی باش دست ور رفت. اینه که نگین اینا رو انرژی مثبت منفی نداریم. انرژی منظورم میدونی چیه؟ منظورم همون تعریف علمی دقیق انرژی تو فیزیک. 4 جورم بیشتر نداره.
ماده ولی انگار دو جور داریم، یعنی ماده به نظر میاد ماده داریم و ماده تاریک داریم. ترکیب این سه تا رو میگید موجود زنده؟ آها، این میشه ماده و انرژی که پرسیدی. موجود زنده تو کره زمین سیستم تکاملیه که از محلول آبی مواد عالی درست شده باشه. یعنی ماکرومولکولای کربن محور که استخونشون، ستون فقراتشون کربونه و تو آب حل شدن و همانندسازی میکنن، جهش پیدا میکنن، انتخاب طبیعی روشون عمل میکنه. رو سیاره زمین اینا زنده میگی منظورمون اینه. هر چی زنده است اینجوریه، هر چی اینجوریه زنده است. یعنی رو کره زمین تعریفمون اینه. حالا مثلا چه می‌دونم تو سیاره ما مثلا کلور اون هسته مرکزی شرایط متفاوته، محلول در مثلا متان هم هست، متان مایع. حالا خیلی سیاره ما سرده، جای شما خالی، منتها اونجا مثلا این شکلیه. این سیستم تکاملی تو شرایط متفاوت ممکنه ساختارهای بیوشیمیایی متفاوت داشته باشه. این که رو زمین داریم این شکلیه فعلا. نه حالا بگردیم پیدا داکینز و مثلا آناتومی انیمال آناتومی اینا رو بزنین میاد بالاخره دیگه. بچه‌ها چیز بلنگو دسته کیه؟ آره بلنگو رو لطف کنیم بچرخونین همونطوری، یعنی بره تا انتها برگرد. آره میخوای خودت بگو اگه میخوای بعد بشم. مرسی. چند تا سوال داشتم از گروهتون. یکی این که فقط اگر چیزی تولید مثل نکنه زنده نیست، درسته؟ آره. لم یلد و لم یولد زنده نیست. البته لم یلد و لم یولد یه چیزی که داره میگه الله صمد. صمد میدونی یعنی چی؟ بله، پر مطلق. نه، صمد یعنی بی ناف. ناف نداره. ناف نداره یعنی اینکه مادر نداره. ببین اون در واقع سوره قرآن، سوره الرحمن شکافه و مرزبندی با مسیحی است. لم یلد و لم یولد یعنی خدای پدر که خب رحمان در واقع قدیم بهش میگفتن و داره میگه اون نیست، بنابراین اب و ابن و روح القدس نیست. و خب ابن صمد نیست، ابن ناف داره. ابن به دنیا آمده دیگه، عیسی مسیح به دنیا آمده، ناف داره. خداوند صمده یعنی ناف نداره، پس عیسی خدا نیست، آدمه و نمیزاد و چیز نمیکنه، پدرم نیست. اصلا اون در مقابل چارچوب مسیحیه. سوره عرب. سوال بعدی از اولش سوالم تعریف پیچیدگی چی از نظر شما؟ آیا سیستمی که من راحت نمیتونم توصیفش کنم یا پردیکتش کنم میگم پیچیده یا نه؟ آره شاخصایی بین سیستم‌های مختلف هست که شما تعریف پیچیدگی؟ نه ببین خیلی ساده است پیچیدگی. ببین سه تا تعریفی که به هم دیگه وصله. یکی این که سیستمی که تعداد عناصرش زیاد باشه، نکته اول. دو این که تعداد روابطش زیاد باشه. سه این که معادله‌ای که رفتارش رو تولید میکنه تعداد متغیرات زیاد باشه. اینا پایه‌های پیچیدگی. بنابراین تعداد عناصر، تعداد روابط، تعداد متغیرای معادله رفتار سیستم. حالا ممکنه معادله رفتار سیستم خطی نباشه، یعنی تو یه دونه معادله تر و تمیز نتونی بدی. ممکنه مثلا معادلات طیفی باشه، بگی تو فلان فازی باشه اصلا، یعنی شعله‌ای باشه منطقش. منتها به هر صورت یه معادلاتی داره رفتار اون سیستم که متغیرایی داره. تخمینی از تعداد متغیراش ما میتونیم داشته باشیم. اینطوری بهت بگم که درجه پیچیدگی به تعداد متغیرهای حاکم بر معادله رفتار سیستم برمیگرده اگه میخوای سطح پیچیدگی رو اندازه بگیری، و به تراکم رابطه بر عنصر. یعنی سیستمی که پیچیده تره، یعنی یه سیستم ممکنه شما داشته باشی خیلی عنصر داشته باشه روابطش کمه، ولی مثل بلور نمک، بلورای خیلی بزرگ بلورای بزرگ ممکنه شما داشته باشی تعداد خیلی زیادی اتم توشه، عنصر زیاده، ولی روابطش کمه. بحث بعدی این که شما هر سیستمی رو که میخواید تعریف کنید، تعریف سیستم بدون تعریف محیطش از نظر من قابل انجام نیست. حتی در قضیه بیولوژی شما اگر بخواید سیستم رو مثلا بگید که جامعه‌ای از گوری‌ها، این رو یه نقطه جغرافی میگیرید، کل زمین میگیرید، تا مزوسفر میگیرید، ترموسفر میگیرید، تا کجا میگیرید و بعد همین
تعریف همچین محیطی برای تمام اون لیرهای تکاملی فرمودیم. آره. این رو چطوری تعیین می‌کنن؟ ببین یه چیزی یاد باشه، محیط بر مبنای سیستم تعریف میشه اصلا. یعنی تو هر مقیاسی داری یه سیستمی رو می‌بینی. ببین سیستم یه چیزی یاد باشه، سیستم میدونی دیگه، ما 2 تا موج نظریه سیستما داریم. یکیش GSTه، یعنی بعد جنگ جهانی دوم این فون برتالنفی و اینا کتاب مشهور جنرال سیستمز تئوری رو نوشت که به غلط به نظریه عمومی سیستما ترجمه شده. ترجمه دقیقش نظریه سیستم‌های عمومیه. اونجا میگه که اصل تعریف سیستم مرز بین درون و برون سیستمه، مرز بندیه. و ما میدونیم که اون چیزی که سیستم رو تعریف میکنه در واقع مرز خیلی مهمه. بعد شما یه موج دیگری دارین اواخر دهه 80 میلادی اوایل دهه 90 میلادی، CST Complex Systems Theory، که خب الان همه ما این تو داریم فکر میکنیم دیگه، منم بحثم این توی این چارچوب بود. توی این نگرش روابط زیر سیستمای یه سیستم مهمتره تا روابط درون و بیرونش. منتها مرز همچنان خیلی مهمه. بنابراین تو هر سیستمی داری تعریف میکنی، توی اون سیستم مرزش رو باید بتونی نشون بدی. میدونی؟ و فرضی هم هست. من فکر میکنم میتونیم مرز رو قراردادی بذاریم و بر اساس اون سیستم رو دیفاین کنیم. نمیتونی، خیلی میشه از این کارا کرد ولی خب علمی نیست دیگه. یعنی مرز و رفتار سیستم باید بده. یه مسئله دیگه، حالا این چیزی که خواستم ببینم درست نه فکر میکنم شما 4 تا لیر رو گفتید. یه لیر دیگه هم هست که خود یکی از دوستای خود داروین بود توی نامه‌نگاری نوشت که قواعدی که تو میگی ظاهرا تو بحث جامدات و مواد و ترکیبات شیمیایی هم هست. داروین میگه که ممکنه باشه ولی من راجع به اون نظری ندارم. و جالب اینه که در سطوح اتمی و بحث جدول مندلیوف هم میگن این داستان بوده که یک محیطی اومده یه سری عناصر رو یک شرط خاصی رو سلکت کرد. با فرض این موضوع اگه بخوایم روابط بین لیرهای مختلف رو ببینیم، یک چیزی رو از نظر ریاضی ما توشون مشترک میبینیم و وجود جایگشت. یعنی نکته مهم اینه که اگر از ریاضیات دبیرستان، حالا وقت ما الان نمیدونم میگن یا نه، تو ذهنمون باشه، میگفتن اگر من 10 تا گوی آبی داشته باشم، 10 تا گوی قرمز، که همیشه من تستاش اشتباه می‌زدم، 5 تا جایگاه هم داشته باشیم، به چند حالت میشه این کار در نهایت چی؟ بر اساس 4 تا باز عالی رشته دی ان ای و تعداد جایگاهایی که داره شما میتونید انواع اقسام رو بگید. در بحث اتمی میتونید تعداد لایه‌های اتمی و حالا حالت اوربیتالی رو بگید و الی ماشاءالله. نکته مهم اینه که توی برین هم همینطوره. تو برین هم میگه مثلا فرض کنید یک عصبی 10 تا دندریت مثلا داره، یکی دیگه 8 تا سیناپس به چند حالت به هم متصل میشن و بر اساس همین ما شخصیت‌های مختلفی داریم. سوال من اینه که ایجاد جایگشت شرط از نظر من اصلی تکامله، یعنی حتی قبل از اون شرطی که شما گفتیم به نظر من باید یه همچین فضایی باشه که بازی اصلا شروع بشه. و اگر فرض کنیم که این گزاره درسته، چه چیزی باید رخ دهد که من در جهان به فضای جایگشتی برسم؟ 1 2 از جایگشت 1 لول 1 به لول 2 که اصله، به لول 3 که به عنوان مثال جامعه از فرهنگه، این چه اتفاقی باید بیفته که فضای جایگشتی جدید ایجاد بشه؟ خیلی سوال خوبیه دوستان. سوال رو نمیدونم متوجه شدین یا نه. سوال یه بار دیگه صورت بندی کنم ببین هم درست فهمیدم یا نه، هم شریک بشیم با دیگران. دوستمون داره میگه ببین این 4 لایه که داری میگی، لایه‌های دیگه هم پایین بالاش هست انگار که اونجا هم سیستم تکاملی داریم. آره درسته داریم. و این 4 تا لایه ببین توی یه دستگاه نظری ویژه‌ای به نام دستگاه نظری زوروانی که رفتار آدم رو قراره توضیح بده. یعنی مدل زوروان یه مدلیه که رابطه میان من و نهاد رو در واقع یعنی رفتار انسان و رفتار نهاد اجتماعی رو میخواد توضیح بده و بنابراین در پیوند با مفهوم من امر انسانی این 4 تا لایه رو داریم. البته من دعویم اینه که در امر مربوط به انسان فقط این 4 تا لایه رو دارین، کمتر نداریم، بیشتر هم ندارین. یعنی بتونین نشون بدین دستگاه نظریم تغییر میکنه. این یه چالشی که میشه چیز کنه. یعنی به عبارت دیگه بنا به اصل پارسیمونی، اصل خست و بنا به اصل اجماع جامعیت، تمام رخدادها رو با این 4 لایه میشه توضیح داد و با کمتر نمیشه.
اگه بتونید با کمتر توضیح بدین چقدر عالی، با بیشترش هم فایده نداره. یعنی شما کمینه ضروری رو باید بگیرید. منتها لایه‌های بالایی و پایینی دارین، یعنی مثلا پیدایش چه میدونم مثلا عمر یه ستاره از موقعی که از اون غبار کیهانی میاد به ابرنواختر تبدیل میشه، اینم یه فرایندیه دیگه. این فرایند تکاملیه. خیلی از بحثایی که ما توی شکلگیری مولکول داریم، یعنی اتم‌ها چجوری با هم دیگه چفت میشن مولکول درست میکنن، ما خیلی مقدار تصویرمون توپ بیلیاردیه دیگه، انگار مثلا دو تا دونه توپ میان میچسبن به هم دیگه. اصلا اینطوری نیست. یعنی شما همون ذرات زیر اتمی که دارین یه آرایش جدید اصلا پیدا میکنن، یه مولکول به وجود میاد. خواصش هم به این دلیله، خواص جدیدش آب مثلا به این دلیل، مثلا ظرفیت گرمایی ویژه‌اش بالاست، انقدر در حالی که نه هیدروژن اینجوریه نه اکسیژن اینجوریه. یه چیز جدید داره به وجود میاد که فرایند پیدایشش تکاملیه. منتها خب اینا توی اون دستگاه نظری من نیست، اصلا موضوع بحث هم نیست. منتها به پایین، یعنی سطوح خرد تا سطح کوانتومی، به کلان تا سطوح اختر فیزیک داریم این رو بی تردید. یعنی این جمله درست بود گفتی. پرسش دیگری که داشت دوستمون و خیلی پرسش جالبیه، میگه ببین آخرش تو موقعی که داری در مورد انتخاب طبیعی و اینا حرف میزنی، داری در مورد ریاضیش بکنیم، داری در مورد چی حرف میزنی؟ در مورد گزینه‌های متفاوتی داری حرف میزنی که یکیش انتخاب میشه. و ببین این تعریف اطلاعات هم هست دیگه، یعنی تعریف شانونی اطلاعات، تعریف قدیمی کلاسیک اطلاعات میانه قرن 20 این بود که اطلاعات یعنی شما یه تعدادی گزینه داری، یکی رو از توش انتخاب میکنی. تعداد گزینه‌ها هرچی بیشتر باشه محتوای اطلاعاتی اون یه دونه بیشتره. چجوری اون وقت انتخاب میکنی؟ باینری، یعنی انگار شیر و خط میندازی، دو شاخه میکنی، لوگاریتم 2 آخرش. یعنی شانون اینطوری تعریف میکرد اطلاعات. و اطلاعات یعنی چی بنابراین؟ یعنی جایگشت. اصلا مفهوم اطلاعات یعنی جایگشت. حالا مبنای ریاضی این بحثی که من توی مدل زروان دارم اگه بخوای بدونی، که ببین یادت باشه من دارم مدل میکنم امر انسانی رو دیگه، اما این چیزی که الان دارم میگم به نظرم تو کل پهنه تکامل معنی داره. به گمان من الان چیزی که ما داریم یه دامنه ای از احتمالات، در مورد هر چی داریم حرف میزنیم. این دامنه از احتمالات در حالت پایه متقارنن. یعنی چی؟ یعنی یا هم احتمالن یا احتمالهای هموزن نزدیک به همی دارن، قابل سیستم تو هر کدوم اینا ممکنه بره، حالا با احتمالات متفاوت. ولی اینطوری بگم که شما یه سیستمی دارین داره یه خطراهی رو طی میکنه، یه دامنه ناشناخته‌ای در اطرافشه که نامحتمله دیگه، اصلا وارد اون غیر احتمال صفر واردش بشه. منتها سیستمی که داره حرکت میکنه هیچ وقت تک خط راهه نیست، یعنی هیچ وقت در مقابلش یه دونه مسیر نیست که احتمالش یک باشه. همیشه یه خوشه ای از احتمالات جلوی هر سیستمی هست، حتی ساده، که یه درجه احتمالاتی داره، حالا یه وزنهای متفاوتی یا وزنهای شبیه هم داره. اینو بهش میگیم تقارن اصطلاح ریاضیش، و همونطور که گفتی با نظریه گروه ها اینو شما باید مدل کنید. خب نکته اصلی اینه که آنچه که اطلاعات رو تولید میکنه یعنی انتخاب یکی بین اینا دیگه، که در حالت خیلی ساده میگن اینا هم وزنن و تعدادشون تعداد کمیه، سادهش ولی میکنیم. مثلا من الان اومدم اینجا برای اینکه مثلا کلمه بعدی رو توی جمله شروع کنم، مثلا میتونم بگم شروع، میتونم بگم آغاز، میتونم بگم نخست، میتونم بگم اول، مثلا 4 تا کلمه و 4 تا گزینه دارم و بعد این یعنی لگاریتم 2/4 یعنی 2 بیت اطلاعات داره هر کدومش، و فرض کنیم همه رو من میتونم به کار ببرم، هم وزنه. و در این حالت وقتی من دارم به شما میگم با این شروع میکنم، یعنی یکی اون 4 تا رو برمی‌دارم، 2 بیت اطلاعات اون نقطه به وجود میاد. چی داره به اونجا به وجود میاد؟ من دارم اون تقارن رو میشکنم. به محض اینکه من گفتم شروع، اون 3 تای دیگه حذف شدن، یکی موند. بنابراین پویایی سیستم و ظهور اطلاعات در سیستم شکست تقارنه، و شکست تقارن رو میشه مدل کرد و کلی بحث روش داریم. و حالا نکته جالب اینه که توی کوانتوم مکانیک هم با مدل‌های تقارنی اصلا توصیف میکنن، یعنی مدل‌های تقارنی یا ابر تقارن، سوپر سیمتری که میگن همینه، یعنی مبنای ریاضیش همینه. بنابراین اون جایگاهش رو که گفتی درسته و خیلی هم مهمه. منتها توی مدل نظری من اگه خواستیم بخونیم با کلمه تقارن و شکست تقارن مربوط میشه. خب دوستان چون وقتمون هم کمه، آره اون انتهای سالن هم اگه لطف کنین بدین، آره اون دوستمون دستش خیلی وقت بالاست، اونم بگه.
و ببندیمش. خواهش میکنم. من حالا دیروز هم گفتم زیست کردم این رقابت و رفاقت یا همیاری رو. چیزی که از بدن میاد به سیستم‌های عصبی و فرهنگ، من حس می‌کنم اون رقابتی که جاش عوض میکنه میاد توی یاریگری و اینا به همه اینا فرم میده و میشه فراوانی، اون بر میره به سمت محدودیت. و چیزی که الان غالب شده بر زیست من یه 10 سالی تو اون 15 سالی تو اون فضا بود، بعد اومدم تو رقابت، یه 3-4 سال بعد از زلزله سرپل که دیدم بیمه نتونست و مردم نتونستن کمک کنن، انتخاب کردم که برگردم به اون فرهنگی که داشتم و شروع کردم این خوانش رو برای پدر مادرم، روستامون، آدمای دیگه، انجمن، کاری که تو تهران دارم انجام میدم و خیلی داره کار میکنه. چیزی که ژاپن انجام داد و فکر میکنم ما الان دسترسی به این دارم که میتونیم انجامش بدیم، که آیا این میتونه اصلا نره به سمت رقابت و نره به سمت از بین رفتن آدم ها. ببین این سوالی که کردی خیلی خوبه. یه بخشی از سوال اون دوستمونم توش مستتره. ببین اون سوالو من دوباره تکرار کنم و با پرسش تو بهش پاسخ بدم. یه چیزی لابلای سخنش دوستمون گفت، پرسش قبلی گفتش که خب چی میشه از یه لایه به لایه دیگه ارتقا پیدا میکنه، پیچیدگی، نه؟ مثلا توی سری ماکرومولکول داریم، ماکرومولکول‌ها خیلی خوب توی محیط آبی هم شناورن و اصلا همانندسازی هم میکنه. چی میشه این قشا یه دفعه درست میکنه؟ قشا یعنی سیستم توی لایه جدیدی یه دفعه به وجود میاد. این سلول قشادار که خب پروکاریوت شکل اولیه‌اش چی میشه که اسکلتش رو از دست میده و بقیه سیستم‌ها یا سیستمایی که از تو دل همین بیرون میان چفت میتونن بشن به هم؟ نه؟ این ارتقای پیچیدگی چجوری رخ میده؟ ببین اینطوری بهت بگم، ارتقای پیچیدگی توی شرایطی رخ میده که حالا بخوایم یه کلمه همینطوری براش بگیم، پیوند رخ بده. پیوند یعنی چی؟ یعنی توی سیستمی داری ساختارش دست کم همسایه و کارکردش دست کم در یه نقاطی همپوشانی پیدا میکنه با یه سیستم دیگری. ممکنه این دوتا سیستم خیلی هم متفاوت باشن، یعنی یکیش مثلا قارچه، یکیش جلبکه، بعد میشه مثلا گلسنگ. منتها اون لحظه‌ای که شما همسایگی در ساختار و همپوشانی در کارکرد دارید، در اون شرایط اون رقابتی که الان حرفش رو زدیم به همکاری تبدیل میشه. یعنی شرط سیستمی همکاری اینه. الان روشنه این تا اینجای کار؟ حالا اتفاق عجیبی که میفته اینه که سیستمایی که این همپوشانی رو نشون میدن کارکردشون پیچیده‌تره یه دفعه خیلی، چون کارکرد دو تا سیستم این تا سیستم دیگه. این افزایش پیچیدگی کارکرد ممکنه به ظهور سیستم تکاملی جدید منتهی بشه. یعنی من یه دونه سلول دارم، اول این سلول اسکلتش رو از دست میده، پروکاریوت اسکلتش رو از دست میده، بعد یه سلول دیگری انگل هستن میاد میره تو این و میشه اندامک درون این. و ما هممون داریم، ما هممون میتوکندریمون اندامک باکتری بوده اولش. اصلا ما دی ان ای میتوکندریایمون دی ان ای پروکاریوته، دی ان ای داره هنوز، یه سری ژن پروکاریوتی داریم هنوز. خب بعد این ادامه پیدا میکنه. اون کتاب سیمبیوسیس رو احتمالاً خب نمیدونم خوندین یا نه، بخونید، قدیمی ولی خیلی عالیه، که البته یه مقدار افراطیه، میگه مثلا هستم از بیرون اومده، دستگاه گولجی هم از بیرون اومده، همه چی یک اتحادیه ای از سلولای دیگه است که یه دونه سلول یوکاریوت درست میکنه که از همکاری بیرون اومده. و سلول یوکاریوت یه ویژگی عجیبی که اون وقت داره، چون اسکلت هم نداره به اون شکل چیز، میتونه وقتی تکثیر میشه به هم دیگه چفت باقی بمونن و تقسیم کار کنن یهو. بنابراین تو بدن داری یه دفعه از سلول و این جهش خیلی مهمیه و این ادامه پیدا میکنه. یعنی اون وسط تو تمایز رفتاریش یه اون نورون داری و بعد نورونا که رفتار رو دارن تنظیم میکنن یهو با هم دیگه پالس میدن و اجتماع داری، رفتار بدنا با هم دیگه هماهنگ میشه و بعد اینا الگوی خود پیام دادنشون به سیستم تکاملی تبدیل میشه فرهنگ، میشه زبان. و بنابراین ارتقاء سیستم همیشه با همیاریه.
این نکته خیلی مهمیه. منتها ساده لوحانه فکر نکنیم رقابت نیست. رقابت همیشه هست. یعنی تو یه جایی شروع میکنی همیاری، یه جای دیگری رقابتت به یه جای دیگری منتقل میشه و اون رقابت معمولا قوی‌تر انجام میدی. ببین یه چیز جالب براتون بگم، حوزه تمدن ایرانی الان در مورد روستات و اینا گفتی، شرایط کمبود همیاری رو معمولا منهدم میکنه به سمت رقابت میره. اینو هممون میدونیم. خب میگن شکم گشنه دینویمون نداره، اینه دیگه. تو محتوای فرهنگی رو ول میکنی، گشنه الان میگیم کف هرم مظلوم. ما که الان هممون در طبقات پایینی زیرزمین -12 -13 هرم مظلوم داریم زندگی میکنیم، متوجه این افت هستیم. اتفاقی که اینجا میفته اینه که وقتی شما همیاری دارید که تو ایران این همیاری جالبه، کلید واژه داشته هستن، بهش میگن مهر. مهر هم رابطه قلبی آدم هست، هم یعنی پیمان. پیمان یعنی همپوشانی ساختار و کارکرد، همپوشانی کارکرد هستن. پیمان تعریفش اینه و پیمان اجتماعی بنابراین داری. و جالبه که اینو متوجه بودن که یه چیز عاطفی هیجانی پشتشه که کار میکنه. و جالبه که شما تو ایران مثلا میبینید نیروی نظامی که تعیین کننده است تو همه تمدن‌ها به شدت، تو ایران همیشه نیروی نظامی کوچیک بوده. مثلا عدد بی‌ربط بهتون بگم، در دوره ساسانی ایران بزرگترین کشور دنیاست به لحاظ مساحت، پایدارترین دولت دنیا رو داره. به لحاظ نظامی پیشرفته ترین ارتش رو داره، یعنی پیچیده ترین سلاح‌ها و فنون رزمیانه مال ایرانه. جمعیت نظامیش یعنی جنگاوران ایرانی فکر می‌کنی چقدرن جنگاوران حرفه‌ای سربازاش؟ بین 50 تا 70 هزار نفره. خیلی کوچیکه. از اینجا میفهمیم چقدر کوچیکه که ارتشای رومی که به ایران حمله میکردن دوره اشکانی تا دوران ساسانی، هر ارتش 60 تا 100 هزار نفره. خیلی خیلی متفاوته. این ارتش که میرفته با اونا به جنگ مثلا 10,000 نفر بودن جلو 60,000 نفر، بعد اینا همه اونا رو میکشتن. یعنی چی؟ یعنی اینا توی مرتبه دیگری از پیچیدگی هستن. نمیتونی بگی ایرانی‌ها خیلی قلدر بودن، همشون نمیدونم همه خیلی عضلانی بودن، خیلی قوی بودن. این که چیز نشد. ساختارشون متفاوت بوده. و خب تو تاریخ ثبت شده، اینو میدونیم که اینا مدل جنگیدنشون هم‌افزا بوده به شدت. اونا یه سری قبیله بودن اومده بودن غارت کنن، با هم دعوا داشتن، رقابت تو خودشون هم داشتن، اومده بودن غارت کنن. این کلا الگوی غارتی بوده. و به نظر من اینا خیلی آموزنده است. ما حالا آخر وقتمون رو دیگه ببندیم، تمومش کنیم. 5 دقیقه رد شدیم. آره. سلام، ببخشید من یه دو سوال داشتم. ممنون از شما که توضیح دادید. شما دیدگاه دیدگاه مسلط فرض کردید و گفتید دیدگاه مسلطی. خواستم به دیدگاه رقیب مثل میگه توماس میگه حتی خود پوپر هم نظر داروین رو از یه جهتی درست نمیدونه. خواستم ببینم اینا اصلا توجهی نداری که چقدر مثلا دیدگاه رقیب خود زیست شناسی، تو خود فلسفه علم، حتی فلسفه اخلاق هست. ببین پوپر چرا فکر میکنی داروینی نیست؟ پوپر اصلا خودشو داروینی میدونه. نه تو نظری اولی که اصلا چون ابطال پذیر نمیشه و بعدی که دیدگاهش عوض کرد، ولی بازم خب فقط میتونه آزمایش بشه، نه اینکه نه تو ابطال پذیری هم تکاملی دیدگاهش ها. البته ببین داروین که مال 150 سال پیشه دیگه، نو داروینی ان اینا. خب یعنی اتفاقا پوپر یکی از نو داروینیای خیلی نام داره تو حوزه اپیستمولوژی، به شدت نو داروینیه پوپر. حتی ساختار انقلاب علمی، حتی چیزش این بگین رساله دکتراش بود، همین ابطال پذیری رو که میگه، بعداً البته درستش میکنه. آره چی بود اسم کتابش؟ ترجمه دکتر سروش ترجمه کرده، هست ترجمهش. چی بود اسمش؟ منطق اکتشاف علمی همچین اسمی داره. آره اونو موقعی که نگاه میکنی کاملا اینه، یعنی خود ابطال پذیری رو به عنوان شاخص انتخاب طبیعی داره تعریف میکنه. لاکاتوش که رد میکنه حرفشو، میگه این انتخاب طبیعی به دست نمیده، اصلا منطقشون منطق تکاملیه. بعد اون کتابی که به اسم شناخت عینی ترجمه شده، کتاب بعدیشه، مجموع مقاله است در واقع، ابرها و ساعتها، clocks and clocks. اون بحثی که داره میکنه کاملا تکاملیه. بسیار عالی، خیلی ممنون دکتر. خواهش میکنم، زنده باشین، خسته نباشین.